سلام و درود دیواننده که مردم شما را باشد باشن. من پروگرام هم زوم و هم اینستاگرام شروع بوده. مردم اینستاگرام هم ورتر اتگان پیران حتی مردم میدوارن که تا هر می که را بدارن تو گپ و ترانن گوش بدارن. ولی پیش چشین که ماوتی برنامه بونگیج بکنن که هنچه شما گندگی واجه ناصر بلیدی میشه مهمان این شپی و گپ تران کانتین من چه واجه ملک زنیدینی دستبندی کردن که استمان گل اعلامی ها در رابطه با روز جهانی حقوق بشر بوانید و رنچه یه اعلامی وانگا آتی گپان بونگیش کنه. واجه ملک تو اگر آمادگی هستی گوده مایک تا اختیارنگ تو یگوانلی اعلامی بوان واجه زیندینی سلامت با توجه من فارتی او من تیاری هستن و منی درگی جنانی بوان من فارتی مهربانی شما. انسانی حق و بالانی جهانی روچ تپاکی راجانی گلا انسان بی و بنیادی حق و بال منوتی گیدی و جارنامه آورتگ و باسکین راجان یه میان استمانی حد و پیمان منتگ و دستنام پرتگ یه عهد و پیمان 30 بند است و هر بندی سجهیم باسکی ملکان پا آیانی پهازگ و پاسپانی و کاربوریا اوج کرتگ یه حق من دموکراتیکی ملکان پا جوانی پهازگ بودتگند بله غیر دموکراتیکی ملکان هاست دینی ایدئولوژیکی حکومتان یه حقانی پهازگ و کاربوری یا کم بودتگ یا نبیگ ادایند ایران چه یه ملکان یکی بلی توری ایران هم یه جارنامه و یه پیوستین کانونشنو منش دستنام کرده بله پمیشکا که ایران سر و رهبند سپوی شیعه راه و رهبندانی ردا نزدیک هارگ بوده چه گیشا نیم مردمانی موچی چه یه حکان زبرند در حکومتین راج و غیر شیعه مردمانی جاورحال هم چه گیشتر ایران پارسی زبان و شیعه هنگت گنترند نه آوتی زبانی حق و بالان رسند نه راجمان مذهبی و گزرانکی و سیاسی حقان بلوچستان همچه اسلامی جمهوری و بنداتا میلیترایزد بودتگین پرکنگی بودتگو ایران پولیس سیاری و پاسداران سپاه هموک روچا بلوچانی کشگ و بندکنگ و آزار پجاریا گلایشند بلوچستان جنین مردین نوتی بلوچانی جنین و مردین نو الکاپین کار و روزگار یا لگند و نه آیانی مدا و انسانی کرامت نیمگا دلگوش کنگ بید گیشترین بجن اشند که بلوچستان امسایگی ملکانی جاور حالم چو نبوده که روکبتی بلوچستان سرا شرین اثری بکپی تو مردمانی جنده نیاما شرین کم چکم بدلی بیت و راجمان کمی دیمروی کرت بکند جنین و کسانین چوکانی دیمپانی و کم چکم وطی بلوچی راجمان نیاما ببید بلوچستان استمانگل که آیه بر رهبند انسان حق و بالانی گیدی جارنامه گرده تینک بودتک عبد چوتی هموک روچین جودان که انسانی حقانی بابت هند هموک سالا 10 دسامبر دلگاهی یوروپی ملکان پا زرشانی و موچی جورینی تو ایران حکومتا پا آیه رستری کاران میاری کند بله یه سالا 10 کرونا سببا یه زرشانی بود نکند بلوچستان استمانگل
ده دسامبر که انسانی حق و بالانی روچنت سجهیم بلوچ راجا آدگه ظلم و آماچین راجان وتی منبر و باسکان مرادبات بشید. امیدند که گون بلوچستان مردم و ایران آدگه راجانی جودان ایران همچین جاور حالی بیاد که ودان سجهی مردم هم کیل و پوره حق برسید. بلوچستان استمانگل دسامبر 2020 وجه محمد منتوارتی که من مهربانی وجه ملک تو یه نوشته وانت من سلام و درود عرض کرند بانوان و جهانی که دیوانه یه بحری زورتی هم زوم نندو که مردم هم اینستاگرامه نندو که مردم و شاد کش بشم من مهمان وجه ناصر بولیدهی بونگپ هم در رابطه با انسانی حق و بالانی جهانی روش و مدرنی دنیا راجمانی اثراتی کار و درج و دیمروی ارزش روز جهانی حقوق بشر و اهمیت پروسه‌ای رفاه اجتماعی و در دنیای مدرنه که شبیه‌این برای ما همین موضوع گفتران کنیم وجه ناصر بولیدهی و شهد دیوانه و هنچوش نندو که مردم تا زوم و اینستاگرام وجه بولیدهی مایک شما اختیار بفرمایید. سلامت به محمد جان تی مهربانی منم چه آقای نیکیت که مروچیدا یک جان گما شما و نشتگند آیا هم تشکر کنون و باز باشید که ما شما پدایی گپان جنگی مروچی امیدید کنچو بشک بود لامیه تو کاما جاری تو کا که یک روچی بیایید ما شما چشی که زرشانی بکنین یا بگوشی ما را مشکل هستین یه روچ جشنی بیبیتین عیدی بی به مردمان که دیگه انسان سر ظلم نبوگین و یه بعد هنچین روچا مردم گشتر اهمیت بداتین تا که دیگه روچانا پرسی که روچی این که سالیان سال انسانانی که چه اولا کوشش کتا که دنیای قاعده‌مند بکنه هر کسی وتی صابه یه بشک بیتند که دیم راب تکترین ردوم زور تکترین منشوری یا مراگشی یا من نگنامه یا هرچی نامی بله شی هماییند و شی بسیار چیزی که روح انسانانی دست آوردیند ولی خب هر چیزی یک تاریخی هست یک چیزی گوشک لوٹیتند دنیا تو کمرچه ماشمایش کتا که ملکانی چوک ایرانند یا دیگه ملکان لحتی هستند کشند که یه غربی چیزیه چون نبودتر شی چینی هم ور بودتگند لبنانی هم ور بودتگند دیگه اروپایی هم ور بودتگند آفریقایی هم ور بودتگند هر کسی وتی خبر و گپ گوشه گیش کتگند تا انگلیزی کشان وتی کانتریبیوشن یا وتی حشراغون ور بودتگند و وتی بارش زورتا هر کسی گو بحر زورتا کشیا دیم آوردید و درستیه نه هم امضا کتا پرچه که هر چیزی یک سیستمیه دیگه سیستمیه که تو آماده با سامانی کارمرز کنه توشی هم یک سیستمیه که شب بتونه کارمرز بکنه خب اگه انسانان فکر بدل مبیته چون نشته نوشته انسان هم بودی کار چش شهر کتا تمروچی که واپیما شهرش کتا اگه فکرش بدل مبیتند خب اما حالت رمانتند که پرچه کارشان تونه شهرین کار بکنه تونه مردم هم بکشه بالی گراب هم تونه شهرین کار بکنه و تی سفر آوره و تا جای به جای دیگه ببره بله تونه گواهی مردم هم بکشه بستگی انسان ها تفکر هستند اصل موضوع همشیند که انسان چونه که مسئله دیم آورده ایش یک تاریخی هستند تاریخ خوب مردم اگر هرچی دورتر بروتند اولی نوشتانی که هستند چی که انسان لورتی یک سری چیزان یا حساب کتاب سرا بکنتند یا کاری یک جوابی بیتند آیا مثلا کشند شامرابی کود یا امامرابی کچ یا کادر ما شما یک بلوچی اگر ترجمه بکنی بدلی بکنی رهبان ایشان گشتر همه بابلا بودتگند که داشتن از آن 100 خوردی بودتگند که انو یک دو که داوا مزنی نوشته یه داوا هستند و تا فرانسه تا لون میوزیوم هم یریند اصلی دیگه جاگاه هم نقل شاید کتا باز این جاگاه کشوران مختلف دانشگاه موزیان یا که انستیتویان مؤسسان و کارگسانی که یه باری خبر کنن شیرش کتا بودم که خب کشی که انسان چیه بکنتن و چه جوابی دیگ بیتند آوا دیگه انسان حساب همی بوده که همی گوشه که اگه یکی دانتان پروشه یک مردمی جات مردم بجنگی چه شکلی کارام ببندید خب بله بعد هم یک قانونمندی حسابی بودگی
چه شروع بوده که رنده خب چیزی که مثلا گوشن که مثلا کورش همه یک حقوق بشر هستید چی سر هم بازی نگوشن که کورش بوده یا نبوده حساب کتاب یا دیگری که تاریخ لازا و پدای کورش معنی چی بوده یا نه یه چیزی بوده پیسرا بابلا آیه وادی که ملک گرفته بس بوده امضای کته ای هم پدا دیگه وقتی خبرند که آیه مثلا خبر بودن یا نه بل خب یه درستگی خبرانی گپشی نیست که مثلا انسان ها خب دیگه جاگا تا آفریقا یا تا آنیک تا آمریکا بودن پیسر تراک پیشی که اسپیتی مردم یا اروپایی مردم بوده برامند آیا هم وقتی یک سری انسانی روابط بودن خاص مثلا شیک طبیعتش تو رابطه بکنند گو یک دیگه را پس انسان چیز موجود اجتماعی همیشه یک سری حساب کتابی بوده ماشا بلوچانی وقتی حساب کتاب هم بیچاره ماشماری بودن مثلا شیک مثلا اگر بیچاره وقتی حساب هم یک بلوچن تو که یک سری حساب کتاب بودن شاگ انگلیسی هم برنده یاد کردن چه بلوچ رواجانش دیستگن و تعریفش دادن شیک بلوچ بودی جنین و تا برابرین یا کشی که مثلا بلوچ کولی که دادن یا دوزی نکنتین کمتر مثلا یک کار آزمان البته انیگین گپ من انی ماشما کوشش کنه و تا گندگران یک بکنه ولی خب آبادی ها مثلا یک فرق بین رفتارش اشته چون که بلوچان یک رفتاری وقتی خاصی چه وقتی کاج کادر بوده همه دیگه راجع هم وقتی وکا بوده ولی شی نه که مثلا این تمام اینا وقتی بله یک محدودی حسابی بوده مثلا تو وادی گوشه که مذهب هم یاد که مذهب هم وقتی اثر بوده چه چین بوده تا هند بوده آیا هم وقتی یک سری حساب کتاب بوده یک سری حقوق انسانیش یارته یک سری زیر سوالش برده یک سری باشتگیش فقط مخصوصی مذهبین مثلا تو چون یه مذهب مردمه تا یه خاصین مزیتی خاصین پریویلیجی یا بوستری یا شرطری تر هستن انسان تو که پیسر میته بلوچی که چه میده بوده که دیگه که دیگه دنیا هم بوده کادری بوده می بوده که یک بحری چه جامعه یا اجتماع گوشتش می حالت بهتره می وضعیت باید بهتر بیمار مزیتی بیتیم پمشیک من مثلا فلانیو یا من یه قدرت هستن یا من یه ذات هستن انی هم مشو گندگین که مثلا مذهبی لازلاتی و بهتر زانا چ گندگین تا ایران تا جان دیگه که مثلا مولوی ببندین روحانی ببندین تا آخوند ببندین یک حساب کتاب قشری هم بوده هم یاد کرد شام به هر حال تداومگی دنیا همیده بودتگند بر خب چیزی که انسان سر شهری سر اثری اشته یعنی تو هر چیزی قانونی کهتین هر روندی هر سیستمی کهتین تو ای چاری ای رو چین چو بوده ای حساب کتاب چین چو یاد کردن دیما تا کدی شروع بوده تا کدی رابطه تا کدی مردم پسند بوده و چه اثری اشتگی مرچی دنیا تو که مثلا مروچ وادی که او بشر سازمان ملل منشوری هم نویسک بود معنی نامی نویسک بود مثلا کسی که مثلا نوشتگتی الیزابت روزولت دوارت که آمریکای مثلا چیت یا که آی رئیس پروژه نه که نوشتگت و تا دیگران ور بیت گویا یک دیگران نوشتگت انتش کارو نه یا گویا یک دیگران نشتن به اشاشین هفته مردم رنده پدا گشتر دیگه مردمش ور کو چهار نیمه که بتونه شی بنویسن تا یه گشتی کشی ماگنا کارتا فور دی هیومانیتی یعنی یک ماگنا کارتایی پدرستی انسانانه حالا ماگنا کارتا چکجی حد که ماگنا کارتا چیزی که انگلیسا تقریبا هنی 400 سال پیش بیت 1200 هم سال دیگه من نزانم ولی خب برای اگه یک بنویسی ماگنا کارتا و دریگه جیتیم بوده یک چیزی که مثلا وقتی که انگلیس تو که بین مثلا بارون ببندن که ملک مثلا ما خان و قوانین ببندن و وقت پادشاه و دیگه درگیر بودند مرا ایشی شرکنک بود که دونا چه یک دیگه را به یک شکل قانونمندی دیگ بیتن و در واقع شی گوشک بیت تاریخ تو که اولی رندند که پادشاه هم یک کشوری مجبور کنک بود که قانون حساب بیتن یعنی چوبی پادشاه برو دیگری ملکا بگیریتن ملکا ببارتن مالا ببارتن آیه مثلا زمیننا ببارتن آیه مثلا کلاتا بگیری ببارتن بی حساب کتابا و همین هم نیوساک بودند که مثلا حتی چوکلکانی که مثلا پته مرتا بعد آنی مثلا چیزی که آیانی تا وادی مثلا سن بیان برسیدش دیگه لحظه چیزان هستن بودن نویسک بودتگتن و ایشی برای یک حساب کتابی کد که ماشو گندگی مثلا رنده انگلیس رو که قانونمندی یاد کنه که شیک مثلا این قانونمندی برابری نیاد این قانونمندی بده بین‌المللی نیاد یعنی یک گیدی قانونی رهبندی نیاد بلکه یک حساب کتابی یک قشر چه جامعه بوده مثلا که خان و قوانین ما یا یه بحری چه مردم که واشتش فریمن هستند و پادشاه دیگه مثلا آنی که زمینش نیست جنینا یا آنی که آن نظر انگلیس نیتن بریتیش نیتن پایان نیت فقط یک بحری چه جامعه واستاد بل برای یک قانونمندی تا ملک تو که جوری کد که دیت مثلا انگلیس سرات پروسه تاریخ تو که چی چه اثری است که رنده انگلیس اگرچه یک هردی ملکیتند
دنیا تو که یکیش مصری ملکان بودن تنو ولی خب ماگنا کارتا پدا هر جا دنیای اگر رفت مثلا شما گفت تا هندوستان آورد و مدت اسم راه شما را بازی ممکنه در یاد میبینید ما کم که سن بالاتر از آن یک وقت رئیس نخست وزیر هند داد آیه همشی تعریف داد که شب حسار اشته تشیک مرچی هندوستان هم وقت به تو یه دیا باباردین آمریکا همشی حسار اشته کرد پس که آمریکا تو کم ماگنا کارتا مثلا به یک شکلی تا ودا برگ بود این بازی چه اروپایی اگرش رفته گردن چه ودا خاص انگلیسان وقتش بازی چه پادشاه دسته چه پادشاه ظلم دسته یا چه دیگران دسته جگرته گردن مذهبی مثلا چه پاپا وشن دسته جگرته گردن رفته گردن آمریکا ششم حکومت برد بعد ودا ششم حساب کو قوتی حساب بل خب آیا پیشی مثلا پهندیا نداد یعنی سی حقوق کام قوتش حساب کرد به عنوان اسپیتی مردم یا اروپایی و سیانیک مثلا برداشت کردن یارتنش چافیا یا با اندیانا شما مثلا ندادش پس گوشتش پدایشی استفادهش کو مثلا اگه منی حق با دیگه بیتین دیگری حق با آیی پدا حسابش نکرد باشه آدیگه پدا ما مال زانتن پراپرتیش زانتن این کلمه یک مال ماش بلوچ هم وقت سر سرپد میبری بری مثلا اگه گوی ایرانی یا برکنه دیگه یا برکنش بلوچستان مال ایرانه که بری ما خوشی معمولا اکثر ما پیش دارم شما کس مال نه یعنی تو دیگه که مال انت پراپرتیه ترا مثلا حقوق انسانی ته گار بیتین و ایشی یک سکم چی مهمی نیک مرد می بگوشید ما کسی مال نه بلوچستان کسی مال نه بلوچستان بلوچانی گین و مالی نه یعنی یک انسانی بود زندگی کنند حیوانی بود زندگی کار کسی جایگاه بیتین این کلمه سک مهمه چرند مثلا تا چارتر آمریکایی گام هم یاد برای موضوع هم شد که شاب چیه تن ولی خب چیزی مثلا شروع مدرنی انسانیت به اصطلاح حساب کتاب پدا یارتی دیکلریشن اف ایندیپندنت اعلامیه استقلال آمریکا که ودا مشخصا مثلا گوشاگ بود که انسان یک سری حق طبیعی هستین ودا هم پدا هیومن رایت گپ نیاد یعنی کلمه هیومن رایت آویدی هم استفاده کنه نه بود حقوق بشر بل خب یک سری چیزانی نویسه بودند که زبانش فرق کنه چه پیسری زبانان مثلا ودا اولی درافتانی بچاره چه تروسکی هم چرک نویسی هم هستن تمامی پیسر نوشتگانتش 100-200 هم مثلا هر وقت عوضش کنه یادا عوضش کنه مثلا داکیومنت یعنی فکر کنم 1000 خوردی کلمه چیچو بله خب یک اثر سکی مزنی نوشتی ودا مثلا نوشتهش یه حقانی که انسان با هم دیگه برابر آزاد متولد بودن یک چیز مثلا سیکریدی مقدسیه بعد اندام متوجه بیت نه اشی یک ما بیارین شی پدا مذهبی تونی داتی شی پدا یک شکلی بیتید مثلا مذهب و سیاست یک کنته گرا یارتش کلمه سلف اویدنس یعنی بدیهیان آشکارا شو هر کسی باید بزانته که یک حقوق انسان با هم دیگه برابرن تمامی مردم با هم برابرند شان یک کند شان به اصطلاح یک شکل چیان مثلا یک سری کلمات دیگه مثلا یا تشکیک مثلا شیک مثلا با هم دیگه متولد بودند آزاد و بعد کسی به اصطلاح وقتی صاحب وقتی زندگی وقتی به اصطلاح پراپرتی صاحبش جان لوک کلمه یا چون مثلا پراپرتی اوید آمریکا می کلمه که گوشت مالشی پدا اشتباه گرگ بیتن پدا وقت توجهش کرد یعنی واقعیتش هم شد که مثلا ورتش که مثلا رانچ دیکلریشن اف ایندیپندنت یا استقلال آمریکا یا برده هم آزاد بودن بلانی که برده 60 لحظه ها وقتی توماس جفرسون که ما چی نوشت آیا هم وقتی هم برده هستد بعد مثلا نشیش دورش کو کلمه پراپرتی کوتش هپینس که آینی که طرفدار برده تا مش ور بیته چون هم برده پراپرتی زانتن ورسش نشی نویتنش یا بعد زمینی پچ بکنه که انسان به طرف آزادی بروتن برای به جای کلمه پراپرتی یا جان لاک مثلا شاید هپینس تا جمله تو کا وشی را پچ کو رنده همشی هم کلمه یارت که مثلا رنده ابراهام لینکن همشی استفاده کرد که آمریکا قانون اساسی رندی هم آمریکا وقتی مثلا اعلامیه استقلالش دور کرده و همشه استفاده که برده هم باید آزاد بند که زانه که اصلاحش کتنگی که هر کسی ابراهام لینکن زمانه که جنگ داخلی بود و برحال تا برده کنت آزاد بکنتن و چیان جنوب ها بسر شکست بداتن چون امریکا ما ودی که اندیپندنتی هم داد یه بخش شمالیتن ایالتان اشان مخالفه بسلا برده داریتن و برده آنی جامعه تو که نیستد حداقل به اصطلاح لازشی مثلا صاحب عنوان مال ببندین ولی تا جنوب هستد که تا به اصطلاح بیشتر تا بخش چیا کارش بود تا که چی بگوشه تا زمین و یه دیگه جاگان یا لوگان یعنی کارش بود ولی برحال یه به اصطلاح ودا یک چیز مهمی که در آمریکا همین چارتر تو که هستند اشیند که حکومت مردمانی نیمه حکومت به اصطلاح کسی است که چه مردمان باید بیتی حکومت وقتی همچین جور نبیتین و باید مردمان جوابگو بیتین اگر مردمان جوابگو میبیتید مردمان تو نه عوضی بکنند
و این آزمانه که حسابا شی در واقع یک چیز انقلابی است. یعنی هیچ جا نبود که مثلا یکی بیاد بگوش ما حکومت اگرم اگر مردم راضی نه دری بکنن نه تا مذهبان شی یاد گرفت نه پادشاهی حکومتان یاد گرفت نه هم مثلا امپراتوریان تو کشی بود. چی اولی راندت که کم کلمه ای یک جامعه نویسک بود و شی سک مهمه. تی در واقع اولی چارتر که مثلا به شکل پدا مسئله بین المللی مطرح کرد. حقوق بین المللی مثلا یونیورسال مطرح کرد. اگر چم زانیم مثلا جریان حقوق نیست، بردیان حقوق نیست یا مردمانی که هندیت هم بود حقوقش نیست. اگر چه مثلا آب بحرانی که مثلا در رابطه با مردم بریتانیا دورش کردن ترنده فقط روی مسئله پادشاه به اصطلاح خبرش کرد، بله مثلا یک دو جمله هستند که ضد به اصطلاح مردم اندیانا یا مثلا آنی که مردمان اصلی بومی بودن که مثلا تا یک جمله هست به عنوان وحشی مثلا یادش کنند کلمه یا خوبشی مشکلی که تا حقیقت هم تا آمریکا هستند. یعنی همیشه ایدامی چیزان تو که سک مهمه چه کلمه‌ای مردم استفاده کردن. چون تو سیاست بیتین تا اخلاق رفتار و تا کلمه‌ای که مردم گالانی که مردم کارمرزش کردن شان سک مهمند که مردم همیشه باید همیشه بشارید باید یک محبری کنو باید یک محبری نویسو ایشی اگر لوتیت مثلا هندگی خبری ما لوتون بس گویا که چو پاتراپ و یک بیهاری بدیم یا جنگی بکنه آدمی گپین بلکه یک لوتیت خبری اثر ببینید و تاریخی اثری بیتید یا اثر مثلا اجتماعی بیتید باید وقتی خبر و گپان پای حساب کتاب بکنید وقتی خبرام گیشین بکن شهری سر بگوشیدش وگرنه تشبیه ما در خوبش مثلا کلمه سیکرت کلمه مقدس یا ارتش کلمه صرف evident یعنی چیزی معلومه فرق نکن تو مسیحی یا تو مذهب اعتقادت یا اعتقادت نیستین ایشی که مثلا انسان هم با هم دیگه برابرند ایشی نبی تو مثلا آینم نظرش هم شد که تو نبی یک جامعه آزادی بر اساس مذهب عد بکنه و ایشی یک چیزی که مثلا اما جامعه سیکولار عد کنه واسه مسئله هستند چون وقتی توماس جفرسون بعدی مثلا کلیسا رابط بوده گشتش که با قانون اساسی راند نویسگاتند گشتش که شما بیاید مذهب مسیحیت ور بکنه بگوشه مذهب اصلی مسیحیه و مثلا پدا پروتستانی یعنی مثلا ایران هم هرچی ما شما را هستیم که مذهب مثلا دین اسلام مذهب مثلا شیعه گوشتی نه ما شما دوین ور ببین دولت و مذهب ور ببندن یه کپانت پرشن اگر جدا ما چه یک دیگر وشتن تو شرطر وقت دارند چه یک دیگر چون قدرت و سیاست و زر و مال رو ور ببند مشکل کپی مردم حالا به هر حال یک کلمه چه حضرت عیسی معمولا در جواب گوشند که you cannot have both the money and you cannot مثلا بگوشی راضی بکنه هم خدا و هم زر را اگه بلوچی ترجمه بکنه یعنی دونا تو نبی اپاری همیشه راضی بکنه اگه تو خدای مردم نباد زر رنده به اگه زر رنده تو برو خدای مردم نتونه به دونا راضی کت نکنه و خب ما شوگندگی مثلا مورکا آنی که قدرت آیام هم خدا لوتن شما راضی کنه هم زر لوتن دیگه یه پد مشکل که پیتین که هم مثلش چمود حلش کچ اساسا چیز متوجه بود که تن است صحبت بود که اگر لوتن جامعه مدرن یاد بکنن که دین په شهریه بروتین باید این به اصطلاح چیز دور بکنن پادشاهی دور بکنن مثلا پادشاهیش هم نشتش مثلا بازی نگاه به پادشاه جورج واشنگتن پادشاه مثلا توماس پین که یکی فیلسوفان آزمانه گاهی گفت مرد پادشاه دنیو که میرن پیر بانته یا یکی چوک بیت چوک که چوردی مثلا مشکل که پیت با ایران و همچین نمونه محمد رضا شاه پادشاه آخر مریض سرطان چوکی ورده بعد مجبورت شورتوی بیت رفت مثلا خمینی آیات مثلا پیرمرد تا آخر عمر بعد رهبر بیت هنو خامنه‌ای شاید تمام گیرم مثلا جامعه مشکل جور کنه تو هر چیزی به اصطلاح دائمی بکنگی مشکل جور کنه بعد بر اساس مردم بیت قانون کود هست بر اساس آیه صاحبانی که است بازی چه فرانسویان بوده ورته مثلا لفایت کردند به اصطلاح چی نوشته فرانسه که حقوق به اصطلاح بلاف رایتی یا حقوق مردمی بوده فرانسه بنوشتند آیه هم یکی چه کسانی که تا جنگ آمریکا ور بوده گفت به اصطلاح حقوق رایت اف من یا ان سیتیزن به اصطلاح حقوق مردم و باش اندیان بوده تا که فرانسه هستند 1789 13 سال راند وقتی توماس جفرسون هم میاد فرانسه بیت بعدی که پیش که انقلاب فرانسه بیتن یه به اصطلاح دکلریشن نویسنتی یه دکلریشن که نویسنتی مثلا چاری کشی هم به اصطلاح یا اصلی هم چه ماگنا کارتا هستیم هم چه آمریکای منشورا ایشی ولی خب ایشی هم مثلا شک گفته فرانسه اتفاق کردگد و بوده یکی مثلا جمله‌ای که تا حقیقت هر کسی شه مثلا استفاده کنه سگ ساده مثلا شی تو که به هیچ وجه نه کلیساش ورکو نه مثلا پاپ و نه رئیس یدگادگرش ورکوتن و نه هم که پادشاه ده کلمه دیگه شانی هیچ کسی ورش نکرد بلکه مردم یاد کنده ایشی تو که
و یه ساکی مهمی گپیه شی ساکی مهمی گپ به خاطر که اول راند شی بسیار به شکل نویسک بود و اصل موضوع مردم بودن. یعنی همین خبر بود که بنزه یا ریشه هر سرکاری یا یک حاکمیتی هر مستری چه ملت آین و هیچ کسی و هیچ شیپی یا هیچ فردی یا هیچ هیئتی یا هیچ اقتداری نباید بیتین اگر هیچ ملت در نکرده. باید این بر اساس ملت و مردم ببینین. ویشی یک سکی مهمی گپیت که به صورت بوده یا حتی خب دیگه چیزا نمودن نویسک بود که حقوق انسان آزادی بیان آزادی اندیشه کسی مثلا به وقتی چیا به جرمی نکته تا زمانی که جرمی ثابت نبوده دادگاهی نبوده محکوم کنگ مبیتید یا گشک مبیتید مثلا دو چیزی هستن این تمام گینا به صورت تی قانون یاد کرد اگرچه سخت ساده این ولی یکی چه بهترین نوشتارایند که مثلا هستن متن حقوق بشر و شهروندی که به اصطلاح فرانسه تا 1789 تا 13 سال رند ودن نویسک بود ودم توماس جفرسون به صورت یه برنامه بود و ایشان تمام گینان به اصطلاح اثرش شرطی اثری کشانی هست شد که شما برای یک جنبشی جور کو دنیا تو کا یعنی تی غرب ایشان خب برای یک شکلی یک بحری چه حکومت احد کند یک بحری چه وضعیت کلی هستن پس مثلا تو گنده که تی غرب تا همه ولی هم یک سری قانون مداری احترام ملت قانونا و ایشان هستن نسبت مثلا به دیگه اگرچه مثلا کشوران امپریالیستی هستن هر جا رفتن دنیا گرفتش مردمش جتن کشتنش ولی خب در مقابل وقتی مردما یک سری حقوق حساب کتابش هستند و ایشان یک تاثیر مثبتیش تا ریشه کنگ حقوق بشر تا جوامع غربی مرچی اینا و ایشان برای هر چی مردش بگشیدن بعد یک چیز مشخص بود که به صورت یه پروسه ها و رند هم نویسک بود هم زمانه دولتانی که رهبند مبیتش و رهبندش بر اساس مردم مبی خواست مردم مبیتن یعنی چون چیزا یعنی استفاده میکنند برای نتونه همیشه توتی تو که جنگ و جیره و نتونه هیچ وقت پیشرفت بکنند اگه پیشرفت نکنن موقتی و بعد پیشرفتش مثلا خراب بیتن و این یک بحریه که تو آوردی مثلا مشخص بود که مثلا بازی نمی بحث است اگر لوت جامعه باثبات بیتی جامعه که جامعه اجتماعی دیم ابروتین و مردم واسطه باد خوب بیتین بعد این اصلی پرینسیپل یعنی انسان برابر بکنید و نه مثلا انسان بر اساس شرایط متفاوتی چه یکدیگر دور بکنید خب مثلا تا غرب باشه مثلا تا حقیقت مردم و حقوق بشر گپ بجاتین آدابک مردم گوشی گیدی یا یونیورسال نه ولی خب اثری هستند و آنی که زورتگش و آنی که یک بحری چوتی فرهنگش کته یا بحری چوتی رابطه انسانی گو یکدیگر انجامش داده ایشان به اصطلاح موفق تر بودند و این از فلسفی هم سک مهمه چی مثلا بعد یک مطرح بودند مردم گفت خب قانون خدای هستند مثلا دیواین مثلا لا هستند قانون خدای مقدس هستند آیان چطور که استفاده میکنن ایشون جواب هم شد که شما ایشان یه حقوقی که ما ایدا گپ جنگی یه حقوق من و تو در مقابل یکدیگرین چون من و تو این که دا مثلا زندگی کنگین تا زمین خاکی ها و ایدا مشمه بسیار رابطه تعیین کنگ وانتین ما متفاوتیم مثلا خب تا هر جای دنیا بروه انسان ها متفاوتند مذهبش ممکنه فرق کنتین ذاتش ممکنه فرق کنتین ممکنه مثلا طبقه اجتماعیش فرق کنتین حالا شما هستند یا نیستند آیا من کاری نیستین ولی به هر حال انسان ها پات عد کتگند و به شکلش هستند وقتی که شما هستند خب به هر حال انسان ها باید بیان بچارن مشروط رابطه است تعیین کنه و این رابطه ماشو رابطه یاد کنه برابر حداقل بنیادی چیزا بیسیک و بنیادی هم باید مشما یک ببندید که حقوق برابری مشواره مثلا ببینید توتی جامعه توتی اجتماع اگر آ چیزی که مشما لوتی مشما هیچ من نرسه نتونی مثلا یک رابطه مناسب انسانی و اجتماعی جور بکنه که آیه بتونه چوتا چه یک دیگر دفاع بکنه یعنی تهمی مثلا فرانسه مثلا بلا فرایت هم میدن ویساق بود که مثلا تا همین چه آزاده که دیگری آزادی هم مگیره مثلا خب مشروع که ملکان یاد کنگ دیکتاتوری مشروعانه حکومت یا حتی مردم عادی که کسی که تا حق زانتین یک نظرانی آیان چطورکا یه حقا و تا دیانتین که دیگر حقا بگیرانتین ته بازارات ته خیابانات ته دکانات ته زندان مثلا این چیزان و بعدش هم مثلا مطرح بود که مثلا انسان بدن و تیگی تا همین پروسه هم مطرح بود یعنی خودمختاری شخصی سلف مثلا وات شیسک مهمه مثلا میشه بعد یک ما برای کدام میگه مثلا ایرانی بعد مثلا حق تعیین سرنوشتش ترجمه کنه خود کلمه آخر که حق تعیین سرنوشت خود مثلا نه بل خود مثلا تا غربیا وات مثلا پیسه را کهته ما شو تا بلوچی مثلا وتی و بالگی شنک مثلا اول بیتین باز مهمتره وات
پس تا زمانی که تو وقت به یک ایتی بدن تیویتی مبیتین تی بدن مثلا سا ماستری تیویتی مبیتین همیشه کام دا اروپا رانده بین جرسن که پیتم چوک مسئول نه چوک 18 سال بود تصمیمات گرفتین چه ازدواج بی است کاری بیتین وقت شکنجه مثلا مطرح بود خب تو نتونی یکی بدن شکنجه بکنه به خاطر مسئله قانون ها تو که مثلا شی قانون ما مثلا تو بعد شکنجه بکنم تو بدن حالی منو بده اشیش هم رد کد شی هم مثلا به یک شکلیت رد کنک بود تو زمانی که آزادی فردی اهمیت بود و خودمختاری فردی اهمیت بود آوادی اون را خودمختاری ملت هم اهمیت بیتین و ایشان وقتی که مردم مثلا برش کردن تو آمریکا و فرانسه گا یا همشین که شما مثلا به یک شکلی یه چیزا شریسه را پیش دارند که ایشان فرد یاد کردن و بعدش هم حقوق هم ملت یاد کردن هم حقوق مردم یاد ایدانید که مثلا ماشوا خب بلوچان و ماشوا زانی ماشوا نه حقوق مردم هستین متاسفانه نه حقوق ملت هستین و تا بازی هدیه حقوق فرد هم نیستین این مشوه مبارزه باید در این درستی جهت هم بیتین و شی هم زانیم اگر ماشوا به اصطلاح حقوق بشری که مرشی حقوق بشر خب همه چیزی که مثلا موجود باش در رابطه با حکومت هست اشی پدا حقوق بشر شایعتن به عنوان حقوق عمومی بودن یونیورسال بودن این کلمه بین المللی شیار و یه دا بهش گفت که دیگه مثلا مشخص این بوده که رنگ و پوست و نژاد و شان کلمه هم به یک شکلی مثلا دور کنک بودند که دیگه ایشان تمام با هم برابرند نه که مثلا تو شما به خاطر مذهب یا به خاطر رنگ یا به خاطر موقعیت اجتماعی یا مثلا من پیشکسوتیون منی حق گشترین شان تمام گینان تا به اصطلاح 1948 بعدی که من شروع باشه سازمان ملل شاید تمام گین دور کنک بودند مثلا تو گنده همشی تو که یک کالچیان یک رابطه هستن مثلا تو گنده جماعتی که آمریکا اعلامی استقلال بوده با حقوق شهروندی مثلا فرانسه رنده مثلا منشور حقوق بشرین ایده هم هست بخش 22 که مثلا حاکمیت چه مردمان چیز بیتیم بودم شریع سران نویسه بودم و ایده دیگه مثلا مشخص تر هم گشک بوده دیگه و چشی حق اراده انتخابات حقیقی انتخاباتانی که حقیقیت همیشه بند نه یا انتخاباتی مثلا بیای بگوشه جمهوری اسلامی آری یا نه چه خمینی داوا بلکه حقوق انسانی باید برابر ببینید حاکمیت باید انسانان برابر ببینید ولی تعیین به اصطلاح شی که حاکمیت به اصطلاح کی اجرایی کنه تا یک اندازه موقتی به عنوان دولت آیا مثلا اعمال بیتید آیا بر اساس انتخابات بیتید که پدا بود تمام گشتگ بودند که حق رای عمومی یعنی تو باید اول انسان برابر بیته رند حق رای عمومی معنیه و دیگه مثلا تا ایران مثلا کسی نتون رئیس جمهوری بی یهودی نتون رئیس جمهوری بی مسیحی نتون رئیس جمهوری بی سنی نتون رئیس جمهوری بی بهایی نتون رئیس جمهوری بیتن اینا دیگه رایتی برابر نه تی اصلا وجود انسان تی فیزیک به عنوان یک بلوچی مثلا یک فارسی برابر نه و خب از فرهنگی هم برابر نه از زبانی هم برابر نه هیچ چیز هم برابر نه حالا مثلا ایشان تمام گینا یک سری چیزا نیست مثلا بوده است تو بوده ایشان مثلا گشک بوده مثلا یه حق جهانی و برابری بر هم پدر درستی ناسته و رایگیری هم باید مخفی بینه که مثلا یکی دیگه مشخص کنید آزاد بیتین و تمامی چیزا مثلا تا بند مثلا 21 تا بخش 3 مثلا یا حتی گانتونو گشک بوده و گشک هم بوده هر کسی حق هستین که کشور دولت مثلا آزادانه نمایندگی بکنید و رای هم بدید یعنی تا زمان تو نه فقط رای بده ولی نتون نمایندگی بکنه فایده ای نیه مثلا تا بلوچستان مثلا تا کردستان تا جانی مردم سنی اند یا جان دیگه که مردم یهودی اند یا مسیحی اند یا اساسا اعتقادش با ولایت فقیه ایران نیست نتونن مثلا رئیس جمهور رو بانتن و یا تا رشد هم نکنن بیان تا ساعت وزیر هم بیان برسند اشان مشکلاتی هست که مثلا مردم تو که جامعه تو که میشه یک چیز تنش جور کنند تو دیگه مثلا جامعه ای اساس هر بیت ما شو گندگی مثلا جامعه تو که میشه تنش هستین و ادامه دولت هم همیشه استفاده کنند که خب مردم ها تیاری نیستند خب که تیاری نی شما میگویید حکومت تیاری نیستند وگرنه دیگه مردم که تیاری نی با هم دیگه برابر بانتید مردم تو دیگه تحریکش کنه با هم برابر ما بانتید خود برابر نبانتید اگر مثلا یکی تحقال لوتی تو بوشه ترجیح طلب بکشهگی اگه یکی بگوشید که ما مثلا آزادی بیان لوتون تا بشه که تو مثلا جاسوس فلان کشوره ترا بگیرن ببندن بجنن اگر تا راه ملکا مثلا پا گندو کی انچ بیچارگی جلالی که رابطه گر چایدا سوئد مثلا تا ایران بوده گپتگش که تو نزانو جاسوسی یک پدا مثلا لوتن یکی دیگه که مثلا لوتی بمب بیار بکن فرانسه گونی بدل بکنن خب تا یه جامعه همیشه تنشان هست تی جامعه جو بر اساس حقوق بشر نتون تو سازماندهی بکن تا زمانی که دور مکنن تا زمانی که رهبران سیاسی په نتیجه مرساند که نه نتون همچ کلماتی همچ حرف خبرانی پیشی کارمرز بکنند که مردمان تیار نیند پس درچه آیا حق دیندند که
آیان باید بتونه حکومت بکنن چون مردم تیار نه اتونه گو دیکتاتوری حکومت بکنن چون مردم تیار نه اتونه مثلا هزاران مردم یکجا بکشن چون مردم تیار نه اتونه شپا مثلا در بکپنت بانگای تیم مثلا 16 بلوچ چه زندان جمع بکنن تو اعدامش بکنن که مثلا فلان جاگا یک جنگی بوده این بده مثلا همه قرون وسطایی عمل کردند که مثلا این حکومت هستند مسلما هم حکومت هم و هم قرون وسطایی حکومت زانتین و افتخاری همشین ولی خب به هر حال شانند که مثلا جامعه به شکل مشکلی چگل دیند و ما شو گندگید که مثلا جوامعی که چه سین منشوران اثرش زورته و بر اساس این منشوران تا جهان معاصر و یک دولت ملی لورته شل کنه دولت ملی یا دولت ملت ها فرقی مثلا هست چی تو کام دولت ملی دولت یک ملتی هستیم تو سوئد دولت ملت ها مثلا دولتانی که مثلا آلمان فدرال هست دولت سوئیس هست دولت هند هست دولت آمریکا یا دیگه دولت مثل بلژیک که مثلا شامشون نیشن استیت یا استیت نیشنز مثلا تا انگلیسی کلمات هم هستن باشن باری خوب تا جامعه شناسی و فلسفه سیاسی هم پولیتیکال ساینس و هم چیزانی نویسه بوده آنی که لاغمانتون درش بیجند وانندش ولی به هر حال شان مثلا یه فرقا وادی که شما مثلا زانتگ شامتی جامعه دیم برده و ماچ گنده یک سکون آرامش تا اندازه انسان بچه که وقتی که مثلا حقوق بشر جهانی و دیگه پاجنه ایشی یا بحرانی خوب جهانی بوده یا بحرانی نبوده مثلا مردم که پوت دفاع یکی کشند دیگه مثلا سازمانانی که مثلا با آزادی بخش هم برای کنه ما چه دفاع کنه دولتانی که ما امنیت هم برقرار کنه آیا هم رو مردم کشند تا اگه چیزی جهانی نبوده مثلا تو وقتی بتونه یک انسان فیزیکی علت فیزیکی آیا بین ببره و معلومه تا حقوق بشر کامل نیست ولی خب یک بنهشتی یک کنه بوده شهری یک بنهشتی که ماشو تونه مثلا این سر کار کنه یا بنهشتی بوده بشه درو انسان برابره مذهبش نچاری رنگش نچاری ذات و زکاتش نچاری تن طبقهش نچاری تن مثلا هر چیز دیگه بیچاره هر کتابی که باشه مثلا چه آسمان آیات که چه زمین نویسه بوده شون تمام میگن به یک شکل یک بحری چه جامعه چه دیگه جامعه بهتر زانه به نام مثلا مذهب یا به نام مثلا ذات یا به نام دیگه ولی مثلا حقوق بشر سازمان ملل متحد چه هر دوینا پیشرگینا خب اگر شان تاثیر زیرتا و همین دفعه مگنا کارتا بل پیشرفتی همشیند که بین المللی یعنی تبعیض و امکانی دور کتا انسان یک راه بهتری پا در بگیجید بجاش یک بروت مثلا یک جهان یک سری چیزانی در بگیجید که عملا به اصطلاح بگوشه تبعیض و یا یک سری فرق بین انسانا آن نوشته تو که هستن ادا یک کاری کنه بودت که شی حداقل یک زمینی بیتید پا انسانانی که لطفاً یک زندگی بهتری جور بکنند تا درستگی انسانا شی به اصطلاح یک شهرین چیزی بیتید به قول یک چه نویسنده‌ان نوشته که ما تا دنیایی باید بیایم که بجای ایمیجین کمیونیتی که بنی اندرسون نوشته بندیکت اندرسون نوشته کشی که ای طریق مردم و تا به اصطلاح ساساج که ملت مثلا پی خاطر ملت چیز جدید یا زرایی مثلا یک ایمیجینی که یعنی وقتی ذهن تو کار ملت در بود که مثلا ما بلوچ یا مثلا ما کرد یا مثلا ما فارسی یا مثلا سوئدی یا هر دیگه ملتی مردم نام گریتن به خاطر مثلا دولت‌ها کتر روزنامه نوول این چیزانی ولی که دیگر آلمان نام یاد نوشته نه ماشو باید به جای این خبره باید بگوشند که imagine empathy یعنی شیک مردم تا دنیای توکا یک به صلاح یک ذهنیتی یک ذهنگرایی پاجور بکن که ما انسانا یک دلیم برابرین و اشی به صلاح بهتر مردم ها شری سر دیما باردین و تا یه مطلبی که مثلا تو وادی ملت نام هم گره اگر یک همدلی بیتیم بهتر چشیک مثلا فقط به خاطر کمیونیتی ما مثلا باید یک ببین بلکه مثلا یک دیگر را یک سری حقوق بده و ایشان مثلا چیزان مهمیان و ایشان پیش دارند که مثلا انسان خب محمد گوشت مثلا وقتی که مثلا که انسان جان و تیگنی تماشاتی بلوچ شعر شاعری هم هستند و ایشان سک مثلا مهم بزنیم مثلا هانی انت وقتی که مثلا چاکر پزوری گریت ازدواج کرد مثلا چای دوری کردن اذا پیش دارید که ماستر بدن من واتیگم چاکرش احترام ملیت لازم شعران بلوچی حداقل ایشند که ایشی یک چیزی که مثلا ماشوتونش مطرح بکنه و انسانا یعنی حد خانوادگی در حد طایفی کارش کنه مثلا شهادت معنازی داستانه بود هم مثلا گنده معناز مثلا چوتی شیک مثلا بتون که مردینا بنیندیتونو پادا بکات وتی زمین و دگاران وتی وات بداریتن گوانی کای شریکانتی یعنی گوانی کار کنه بتون رابطه جور بکات گپ پتران بکانتین مثلا اشیا چه دفاع کن کشی به دلیل نه که مثلا هر جنین گوار مردین راب که حتما بعد نیند پادایی کانتی دیگه مثلا بعد بیای اتهام بجنگی اذا ماستر بدن ما وتی وتون
و ایشی هم پیش دارید تا شهر توکا و ایشان فاکتوران ساکی مهمی نیست که باشا بلوچستان باید واقعا هم افتخار بکنه فیوتی شاعران و فیوتی عملکردانی که مثلا لحظه چه بلوچی جنین هم پیش داشتن ایشان ساک مهمت و ایشانت که مثلا اگه تو مثلا وادی که حقوق بشر از تاریخی وانه درستی همیدامی مثلا کارانته تو این مسائل تماشا بلوچان هم هستن و ماشا بلوچان باید وقتی فرهنگ به اصطلاح چیزانی که میشه فرهنگ مناسب بودن آیان بدارین و بخشانی مثلا ایشان جهانی هست دیگه بشی بعدی مثلا جنینی چه حقوق دفاع کنتین در حالی که بعدی که همه مثلا قانون اساسی آمریکا نویسه بود تا ایندیپندنت آمریکا گوشه جنینا حکرین بود حتی زمانی که انقلاب فرانسه بود تا رند هم تا 100 سال 200 سال رند جنینا حکرین بود و جنین مثلا پیدا هم بسیار مشکل بود تا پیشی مثلا برابر باندین و حتی فرانسه یک جنینی گذاشته که انقلاب فرانسه و منشوری که حق حقوق انسانا شه جنین دور کتگن و جنینا هیچ چاکی نبوده و رنده میدان بود بخاطر مبارزاتانی که جنین پس کجا جنینان حق دا چی بیتین ایدان نیست که مثلا بعد یک چیزی گوشک بیتید کامل نیست و دلیلی چیه هر منشوریه هر خبری که بوده که شرعی خبری هم تا زمانی که علاوه سیاسی مقبول مبیتین علاوه سیاسی قدرت مبیتین های عملا اجرایی هم عملی نبیتین و سیاست هم تا یک چیزی که بعد از لحاظ قدرت سیاسی تراویتین یعنی تا وقتی که مسئله سیاست هم میاره و اجزا سیاسی میبیتین و تا قدرت سیاسی تا شریک متمکنه اشی به هیچ وجه نیتین مثلا به یک شری نرسید میده مثلا نویسه بود که mankind مثلا حقوق بشر مثلا کلمه هیومن رایت حقوق بشر مثلا گشتر تا زمانی یاد که رنج انقلاب فرانسه پدا روسو مثلا توی نوشته استفاده کرد حاکمیت حقوق بشر این چیزا مثلا توی سرتر مثلا اگر چه مثلا دیکلریشن اف ایندیپندنت آمریکا یا تا فرانسه یا تا ماگنا کارتا کم چیزایی نیستی بل خب یک سری بنیادی هستت بوده شان استفاده نبوده تا مثلا روسو مثلا نمی مسئله حاکمیت و حقوق بشر و برابری انسانان و آزادی فردی و عامت سوشیال کانترکت مثلا قرارداد اجتماعی که قرارداد اجتماعی روسیه هم خب یک بخش مهم میشه مثلا انسانش تو با هم کار بکنن باشه هم چه زانه حالا مثلا بازی ممکنه واش بیت بازی ممکن راحت بیتین برخو باشه زانه مثلا مردمانی که کشور بر اساس یک کتاب دیگه اردش کتا چا کتاب مثلا مذهبی کتابی بوده یا مانیفست حزب کمونیست بوده دی ما نرفتگن چون دلیلی همشه که یک بخشش جامعه یک گروهی چه اجتماع به نام هر نامی توشی بیاره طبقه کارگری بکنه طبقه بورژوازی بکنه مذهبی بکنه مثلا یک سری استثناگرایی مذهبی بیتین که ما مثلا چون ما مسلمانیم چون ما شیعیم چون ما سنیم چون ما مسیحیم چون ما پدا پروتستانیم یا کاتولیکیم یا ما یهودیم چه دیگه بالاترون اشیوت اجامه تو که دو دستی تنش جور کند که با جامعه دیما نوارده و حتی اگه مثلا یکی بگوشید مردین حقوق مثلا بالاتر جنینه یه جامعه به هیچ وجه دیما نروتن دیدین مثلا شوروی صاحب یا کشوران کمونیستی که نگاه وقت هستن هم نتونن وقت دیما برن چون همیشه در تنشن تو باید مثلا باید بگوشید که یک بخشش جامعه بالاتر بخش دیگری تو باید بخشا یا زندانی بکنه یا شی دیگران زندان بکنه زندانبانش بیتن یا تو زندانی یا زندانبانه تا این جامعه انتوکا همین خاطر ساک مهمه که ما شما مثلا یونیورسال مثلا هیومن رایت انیک بودن شما مثلا مردم شری سر مثلا متوجه بیتین که بی شما شما نتونی جامعه جدید یاد کنید مثلا تماشا جامعه تو کام یک سری تفکر است تا حاجت لوتی مثلا رضا شاه زمانه که برگردیدین یک سری تفکر است تا هنگا لوتی مثلا خلافت فلان مثلا خانواده عرب یا ترک برگردیدین یا مثلا به نام دیگه لوتی توتی خلافت مثلا به عنوان نظام ولایت فقیه ایران یا دیگه جاگا مثلا امیرالمومنین نر بکناتین اشانت که مثلا ما شو بادن میگوشن آجان ما لوتی یک جامعه برابر انسانی جور بکنین و ما نتونیم مثلا یک جامعه جور بکنید که بگوشید یک بخش جامعه چون فلان بخش متولد بوده چون فلان بخش مزن بوده یا مثلا فلان مثلا زانتی هستین پای خاطر مثلا چه دیگه بالاترین جای مخصوصی هستین تی و ایشی به اصطلاح دچار مشکل کنتر جامعه اما دا کنگوش مثلا قانون بر اساس قانون مقدس جور نمانده قانونا زمانی به اصطلاح درد براتید که رابطه انسانات تا زمین نسر تعیین کنند و ایشی به اصطلاح ادانید که مثلا مشو رابطه گوی یکدیگر تعیین بیتین حالا یکی چه تفکری حقوق بیسیکی قدرت هر کسی زانت فرق کنه مثلا مسلمان هر جامعه تا جامعه انگلیس بیتین جامعه لیبرال دموکراتیک یا جامعه مثلا آمریکا بیتین تا جامعه سوئد بیتین خب مسلمان مثلا کسی که صاحب آیکیا این کاپراد مثلا خب یکی چه پول دارتری مردمانی قدرتی چه یک مردم معمولی گشترید الله سبحانه بله
حقوق پایه یک در مقابل مثلا دادگاهی بیتین، در مقابل شیک مثلا رایت حکومت دیگه تیار رای هستین تی حالا ممکنه مثلا زار گشتر بده تا سیاستی که مثلا آیوتی دیما بارتین آیوتون گشتر تبلیغ کنه دیگه موضوع مثلا قدرت بل حقوق بنیادیش یک بل مثلا تا جامعه ما شما مثلا حقوق بنیادی یک نه، حقوق بنیادی مثلا جنین مردین یک نه، حقوق بنیادی یه مذهب تا مذهب یک نه، حقوق بنیادی حتی مثلا جغرافی تو کجا بخش جغرافی زندگی کنه هم حقوق مردمانی برابر نه دیگه جاگاه همین چیزا هستن بلوده گشتره مثلا همشیک مثلا تو گنده جامعانی که مثلا بر اساس مثلا دموکراسی دیمایات دگن خودی مثلا تو انتگش مثلا به یک شکل دقیق‌تر و راحت‌تری حل بکنن تن میاد که مثلا فرانسه یا بسلاچی یا وانگی منشور وانگی بوده مثلا دقیقاً نوشته که مردم حق او قاعده بگوشن، مردم حق است که نظر بدهند، مردم حق است که مثلا هر کسی انتقاد بکنند. ولی خب مثلا این چیزانی نه که مثلا جوامع مثل ماشما یا ماشما را گونه رابطه هستین آیا مثلا شهر بانتین بذارید مثلا تو بعد که مثلا حقوق بشر نامگره حقوق بشر زمانی اهمیتی بیتین که مثلا سه دانه پرینسیپل مثلا گوشن که مثلا باید آیز تو کا شریس را سرپد بی و اجرا بانتین یکی چیزی که انسان یه حق طبیعی گندگو بانتین هم دکتر قانون اساسی آمریکا شد منشور استقلال آمریکا هست شانس طبیعی بانتین اینا ببینید مثلا یکی بوشی چون تا یه دابا متولد نبوده پسر تا یه حق نیست چطور مثلا فلان خانواده اریستوکرات یا مثلا نزانو یا فلان زبان فارسی تا متولد نبوده تا یه حق نیست این مثلا جامعه تو که هم اول طبیعت بین بارتین طبیعت انسانی ها ارزش انسانی ما رو چما ابتدای بین بارتین و یه جامعه ما شو گندگی مرچی دنیا تو که اگه میلیاردها دلاری هم چه نفت هم گیر بیته به شهر نبیتین چون شان در جهت منفی استفاده بانتین دیگه چیزی مثلا برابری شیک مثلا مردم یکر برابر بانتین درو یک هیچ کسی فرق نکنه وشی باید بین‌المللی هم بیتین اما در طبیعی آیم بین‌المللی باید بیتین در بین‌المللی مشکل که پنج باش بگنده یعنی میگم که ویروس که کانادا نزان لاتی اخبارم اکتسه برابر جمعیت وقتی که واکسن زورتک سه رنده بتون واکسنش بجنتی لاتی هم دیسته که 5 برابر لاتی کشورها تا آگه مشکل هستن که بتونن جای در بگیرن برام بزورنتی چون یکی از که نوشته گفت که مثلا حالا برای نامی داد که یا مذهبیه یک جاگایی که به اصطلاح یه دیگه جاگا واکسن اد کنن قراره به اصطلاح ثبتی بکنن و استفاده بکنن کشور تو که ترگن کجا بتونن به اصطلاح برامنت یک مولچی اد بکنن که کاچاکی بکنن یعنی به یه شکل مثلا جامعه وادی که متون به اصطلاح برابری و کوالیتی بیتین متاسفانه مردم مشکلات که پیتین توشن تا برابر نه انسانا ولی جامعه که برابر مثلا بیچاره کانادا مثلا قوت مردمان چی کنگین مثلا عادی جامعه مثلا به چه شکلی عمل کنگن حال برابری بین‌المللی نیست ولی برابری تا جایی که جامعه لیبرال دموکراتیک مثل کانادا با مشکلات دیگه هستن و مردمان بومی بوده ولی خب یک بخشانی مثلا خوب کار کنگین و همه مسئله که ما مثلا باید بین‌المللی بانته زمانی شما بین‌المللی بانته شو زمانی که تمامی انسانیت تو کشان جا بکپانتین آوا دیگه که مردم به صورت بگشیدن حقوق طبیعی حقوق برابری تا حقیقت نه چوی داو مثلا مشوا بلوچان خوبات گنده دیگه مشوا را نمیتی ملک رسگین نه مشوا آزادی مردم بگین نه آزادی ملی بگین و نه هنشی که بسونه مثلا هر نگاه مثلا یه خبریات بیچاره پدا ادامه تعویض مردم بگین دیته خبریات که شما درستی نه حتما گوش کتک ایشی که فاصله طبقاتی یا به اصطلاح اندکس جینی که هستین بلوچستان شهران چه تهران هم بدترین ولی تهران که چینچو سرصدا چیز کتا که هر کسی شی خبر کنه پس تهران چو بی چو وقتا یه مردم یونیورسال نه چه ایران اینترنشنال کار کنن چه بی بی سی کار کنن یا حقوق بشری ان شما مثلا گشتر مسئلهش فارسی مسئلهش تهرانه مسئلهش تمام ایران هم نه وقتا شما ناسیونالیست ایرانی ولی در ناسیونالیست فارس هم در پوزیشن مثلا ناسیونالیست ایرانی چیز برای مثلا بحث کنه اگه افسوس ورنگه پاش تهران چین بلوچستان افسوس نه بلوچستان درک مسئله تنها طبقاتی نه بلوچستان مسئله اتنیکی و گروهی و چی هم هستند ملی هم هستند چون مثلا من مطمئنم که حالا مثلا من دسترسی به آمار نی اگه دسترسی به آمار بیتین 100% من پیش داریتین پارچه چابار آنی که مثلا چه دان نیاد که چابارا به اصطلاح بلوچ مردم نه آن احتمالاً وضع باز بهترین چون درآمدش بیشترین آنی که بخصوص تا ارتش و تا سپاه تا زایدان تا ایران شهر ایشون وضع بهترین هم تا شهران تو تا نسبت مردمی که در بلوچستان خود زندگی کنن بیکارن تا کارش نیست
بدانید که مثلا شی پیش دارید که تا چند اندازه مثلا یه بدبختی هم هست زمانی که جامعه توکا نابرابری بیتن، زمانی که جامعه بر اساس مثلا ناسیونالیسم فارسی، جامعه که بر اساس مثلا تئوکراتیک شیعین، حالا فرق نکنه مثلا دیگه جایی هم بره همه دابه مثلا خب گنده مثلا برعکسی همه بیت همه داب بیتن دیگه. بدانید که مثلا یه اشکال اساسی هست و اشیا میده که ما زمانی که انسان یا حکام طبیعی مزانتین و یه حکام به اصطلاح برابری مگین دیتین و بین المللیش مزانتین، ما شما انسان ها خب به هر حال مشکلات همیشه هستن و به می خاطر سک مهمین که هر انسانی وقتی به اصطلاح وقتی سازماندهی طوری بکنید که وقتی حق دفاع بکن. شما مادام کنگوش سیاست بر اساس قدرتین و زمانی یه حقوق بشر زمانیش اهمیت بیتین بازی نکش لاتی حقوق بشر خبر کند بل عمل نبی حقوق بشر هیچ به عمل نبیتین تا زمانی پشتوانه سیاسی مبیتین، تا زمانی که پشتوانه قدرت سیاسی میبیتین. و می خاطر مثلا ما تا حزب مردم بلوچستان چون اول این موضوع مطرح کردن حاکمیت مردم، اما ده کنگش مثلا روسا مطرح کرد شی حاکمیت چه مردم ها کهتیش سگ مهمه، بخصوص جای مثل بلوچستان که یک زمانی خان سردارانی مثلا او گشتش ما حاکم پادشاهی مشوره بوده، هنو پدا مثلا یکیش مولوی و روحانی یاد که پدا رژیم ایران هستند که پدا سربرشون بالاتر هم حاکمیت مثلا ادعا کنند که چون من یه ملک گرفتم یه منی اما که فلسفه بردهداری و فئودالی سر را بگید تا اگر جامعه فئودالی مثلا تفکراتتون تو کا بوده مثلا ایران مدرن ترین مردم میده فکر کنم چپان شما برکن نمیده من یاد بیابری ما رابطه کردین بی اس یک برنامه اشتگه تاند جامعه تسند چون ما ماورات پاکستان هاتیم و دی بی اس ممنوع است، ولی خو برنامه اشتگه ما هم بازی نیچه کراچی در کپ رفتیم که بوده بی اس به اصطلاح یک برنامه یه تاند جامعه ما هم رفته بوده بلد یک دانم ایرانی هم یاد گرفتم بوده و تام جامعه خوب دانشگاهی تو درس کو دارد سندا و هم و تو یه دیگه درس کردم تو یه دیگه باز منطقه هست بعد شی خوبتی ساکه چپی هم زانت و بین زانتی بعد یک کوچه در طرف دلی هست دیگه دا و سندم جز ایرانی بعد لاده خوب ما که گوشت که ما فکر کنیم بلوچستان جز ایران نه سند جز ایران شی که یعنی مال ایران یعنی تفکر فئودالی تا یه حد مثلا جوانیت ها حالا چه بخوام مثلا گفت ما ولی خب به شکل مثلا یه خبرانش کتن و یه خبر تا حاجت هم هستن تا یه جامعه تو کن شی که تفکر فئودالی بوده است و این تفکری که مثلا ما اون مبارزه کنه جان اگه قرار ما با هم زندگی کنیم با زندگی برابر بیتین حقوق طبیعی ما به عنوان بلوچ حقوق طبیعی شما به عنوان فارس باید مثلا قبول کنگ بیتید وگرنه خب جامعه تنش بیتید و بعد دیگه مثلا به جای مثلا حقوق برابری که تا فرانسه مطرح بود تا حقوق برابر مردم در مقابل مثلا همچین سیستم اجتماعی که تا ایران اگر لوتی مثلا ادامه بداتین آوادی حاکمیت ملی مثلا مثل چیزی که مثلا آمریکا مطرح بود در مقابل مثلا انگلیس ما بیایم مثلا وقتی آزادی‌ها بگیرین چی مطرح بیتین این بستگی هستین که طرف چطورکا مطرح کنید تا خوب کوشش کنه تا جایی که امکان هستین تو مسئله بر اساس مثلا چیزانی که راهبردانی که هستن حل بکنه ولی خب بعد نمیتین راه حلان متفاوت هستین و ایدانی که مثلا از مردم بلوچستان به مسئله حاکمیت ملی و حاکمیت مردم اشعاری مثلا جای چگل داده و تقریبا هم تا ایران ما یاد بیتین حتی واقعی تماشین بازی مراقبت میشه مطرح کرد ما جز کن حاکمیت یعنی چیه چون اینجوری مثلا بر اساس ما خود مختاری و دموکراسی و یک سری کلمات مثلا رهبری طبقه کارگر یا مثلا جامعه سوسیالیستی یا مثلا جامعه دموکراتیک لیبرالی گپ نجات گرفتن بدون شکوت حاکمیت مسلما هم مثلا این چیزانش بررسی نکته گفتن مثلا خب مگنا کارتا جنگ جیری چی بوده یا مثلا آمریکای مثلا انقلاب مثلا چی بوده فرانسه انقلاب مثلا چی بوده و حقوق بشری که مثلا سازمان ملل هستین شما مثلا تمام میرن اشتراکای هاتگا یعنی شیک مثلا بگوشه خوب احمد اکمگوش کلمات مثلا همیشه معنیش هستین ولی سالیان سال پدا مردم تو همه جنگ هم هستند که مثلا حاکمیت حقوق مردم مثلا شیک نچرال رایتین چیه شما مثلا تا آخر مثلا حتی بحث حقوقی هم پیش آمد مثلا اولی کسی که مثلا به عنوان حقوقی مثلا از فلسفی از حقوق به اصطلاح دادگستری و شهامتی کردن تا که انگلیسی به اصطلاح دادگستری چیه بگوشه ارال یوریستیت هرچی من از فارسی معنی چی بیتن ویلیام بلکستون که مثلا مطرح کرد که یک مثلا چی مثلا آزادی یعنی نچرال لیبرتی یعنی آزادی طبیعی انسان ایگن و ایشی سک مهمه آزادی طبیعی انسان سک مهمه ایشی مثلا زمانی که ایشی قبول مکنه هیچ نبیتن یعنی انسان absolute right یعنی یک فرد یا تا جایی که من دیگری حق نبرم
جنینی بیتین مردینی بی یا دیگه مردینی بی یا دیگه جنینی بیتی یا دیگه ذاتی بی یا دیگه طبقه بیتین یا دیگه چیزی بیتین ترى آزادی مطلق باید بیتین به عنوان یک فردی ایشی سک مهمه تا زمانی که ایشی ترما بیتین تو جامعه تو که تا هیچ بار نتونه رشد بکنه دلیل همشه مثلا شما گندگی مثلا بلوچ جنین مثلا ایدا مثلا آدم باید نیتی ما چو از لحاظ طبیعی مشما بلوچ مغزی تو کشی رابطه مثلا بلوچ جنین تا جنین فرق نداره چونه بلوچ جنین هم حقوق طبیعی هسته و هم طبیعی مثل آزادی باید بیتین هر انسانی دیگه هستین به عنوان مردین یا به عنوان دیگه جامعه تو هستین اینشی باید کامل بیتین وگرنه مردم به هیچ جای نرسیدین و هیچ مثلا مشکلات میشه گشتر بیان باندین و این مثلا اساسیه که مشما نتونین مثلا قدم بعدی چیز بکنن همونجا در جا جمع مردم مثلا باید که همچین تفکرانی بیتین جای نبیتین مثلا جای بیتین این گپ همشید که مثلا خود مسلمان بشر یک چیزی که هر جا معنی فرق کنند هر جگه مثلا هر یک وقتی معنی داده بعد یک وقتی معنی هر کسی داده مثلا چون که ایران و شما مثلا حقوق بشر وقتی هستید بر اساس والا کانسپت والا اتفاقی و شیزم یا وقتی اسلام دفینیشن یا تعریف معنی که هستندش خود به خود آینه تو مثلا اگرچه امضای که حقوق بشر سازمان ملل عضو هم هستین ولی چون اعتقادی نیستین چون مثلا پشتوانه سیاسی نداتین اجبار نتون عملی ببینین مثلا همشه که زمانی تونه حقوق بشر اجرا بکنه که خودمختاری انسان ها چه به عنوان فردی چه به عنوان گروهی باید قبول بکنه و خودمختاری ده به معنی همه کلمه مثلا استقلاله به معنی همه مثلا آزادی ابسولوته تا زمانی که شما تونه قبول بکنه انسان همیشه در درگیری بیتن مثلا خب تو گندگی مثلا دو مثال جن دو کشور دموکراتیک مثلا اسپانیا حالا ما شما بلوچان خب مسائل دیگه هم حقوق بشر هستند ولی خب ما شما وقتی بلوچ برکنه طبیعتا مسئله حقوق ملی مشمول دیماتر که چوشی بالاترین تا زمانی که مثلا مسلمان وقتی تا آمریکا هم وقتی مثلا نمی چارترش نوشت وقتی که حتی مثلا گوشتش خب پس حقوق بردیان هم باید با آزادی بردیان هم گمی چارتر بدین آنیک بردش هسته گوشت اگه کار بکنه مگر جدا بین ما ریم وقت انگلیس بور بین خب به خاطرش که آزادی مثلا عمل بی گوشت شای هلیم پر رندا خب رندا ها مثلا لینک کنه یک کار کو البته 3-4 جنریشن دو سه جنریشن رند یک کاری کو ولی به هر حال این مسئله است چون ماشا بلوچ بعدین مثلا این مسئله همیشه پری مطرح مثلا دو مثال بدیم مثلا اسپانیا و انگلیس ها اسپانیا خب اگرچه مثلا حقوق بشر و هم هست دموکراسی هم هست تا اندازه لیبرال دموکراسی هم هستین ولی کاتالان مثلا وعده رایدات استقلال قبول نکرد و دچار تنش بود جامعه دیگه ولی انگلیس مثلا پیسرترا دیوید کامرون رفت امضا کرد اگه اسکاتلند رای بدات آزادی واسطه 100% تا نوبت حتما آزاد تا چون رای نخست وزیر هم امضا کرد و قبولی کرد ادانید که مثلا نشید مسئله اتونومی یا مسئله خودمختاری ایش یک چیز سکی مهمی نیست تا زمانی که جامعه پیش ما رسیدین جامعه میشه دچار مشکل بیتین بیاره به طریق جنگ داخلی و مسئله حل کردن یا طریق مثلا پرشک چوک شوروی دابا یا جنگ داخلی مثل یوگسلاوی دابا یا مثلا هنگان گندگی تا مثلا اتیوپیا خب یک سری ترندان متفاوتی هستین تو دا که به چه شکل موضوع حل بکنن یا مثلا بر اساس برابری ملی و حقوق ملتان یا شی که بر اساس شی مثلا بیاید مثلا عمل کرده مثل یوگسلاوی پیش بداره و بیای مثلا جنگ داخلی ببینن که موضوع حل بکنه ادانید که مثلا شما تمام گنام یک سری مشکل جور کنید زمانی یه چیزا شهر باندید که مثلا همه مثلا انسان وقتی اکوالیتی حوالا مثلا وقتی ابتکارا و گشت وقتی ماجینی بکنید وقتی ذهنات وقتی تخیل بیاریدی رند مثلا شی عملی هم اجرای بکنید تا حقیقت متاسفانه شی از بین المللی نبوده و به خاطرات بازی نمشو گندگی مثلا دچار مشکل بوده کشورانی که فقط شش امضا کرده عمل نکنند پشتوانه سیاسیش نداده حقوق بشر گندگیش مثلا چه کشورانی مثل پاکستان بی افغانستان بی روز سازمان ملل ایران بی تا مثلا کشورانی که ماشا بلوچستان گشته پاجاروکی هستن گشترش گندگیش چه مشکلانی تو کا کاپتگن بلکه کشورانی مثلا سوئد و نروژ و دانمارک این همسایه کشوران همسایه بودن یک زمانی دانمارک سوئد و نروژ اشغال کردن رندا سوئد نروژ و فنلاند اشغال کردن
این بله مروچی برات و برابری سر زندگی کنه به عنوان کشوران اسکاندیناوی. البته فنلاند کشور اسکاندیناوی جزء به اصطلاح نوردن اروپا ثابتن، ولی خب مثلا چون که اسکاندیناوی پدا یک فرهنگ مخصوصی به خاطر از زبانان جرمنی که هستند تش اسکاندیناوی زبانانی مثل سوئدی، نروژی، دانمارکی و اسلندی، ولی خب فنلاندی چه زبانی فرق کنتی و از تعریف مثلا قدیمی نژادش هم فرق کنه. آیا مثلا جزء کشوران اسکاندیناوی نه، ولی خب با همدیگه شریک سر زندگی کنگن. مثلا فنلاند تا 100 سال پیش بهری چه روس بود، تا پیش 100 سال مثلا بهری چه سوئد بود، هیچ کشور مستقلی نبوده، هیچ نقشه نبوده، ولی مریچ کشور مستقلی و بعدش بازنده کشورانی تا هستن مثلا بهترین درآمد سرانه کشوری که بهترین و هنوز هم بوده جنین رئیس جمهور بود 34 سالتی دیگه. و شی هم جالبه که مثلا ماتپتانی هم فکر کنم دادن جنین دادن مردی نه، به هر حال ماتپتانی هم ماده مثلا چی جنین مردی هم نمیدونم چون به هر حال انجام آزادیه، یعنی شین که تا یک مثلا دواتش گوشن تا یه زند رنگی کمانی خانواده مزن بود، 34 سال نبوده رئیس جمهور نخست وزیر. و فنلاند هم مثلا مرگ و میر کرونا هم کمترین و زندگی مردم هم خوبه. یک کنچه بهترین آموزش پرورشان تا دنیا هستند یعنی اگرچه زبانی هم پیسر وانگو نویسک نبوده. یعنی تو گنده که یک جامعه که وادی برابری ها ایمیجین کنتین، وادی برابری ها و تخیل تو که کاری تو ذهنی تو که کاری تین، یه جامعه مثلا چطور که دی مراتین و چطور که مشکلات حل کنتین تا یک جامعه که تخیل ها بارتین تا ارتجاعات عقبا و یا جامعه‌ای که مثلا نزانتین که دنیای مسئله به چه شکلی حل بکنتین و بر اساس مثلا حاضرین دنیای مدرن مثلا بهترین هواپیما بزوری، بهترین ماشین بزوری، بهترین ساعت بزوری، بهترین تلفن هوشمند بزوریتین. بله تفکر انسانیه که مرچی بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد که برابری انسانان به هر شکلی تا هر شکل تا هر نمودی تایید کنتین ایشی مزوریتین دچار مشکل بیتین و وقتی کسی بلوتی پا دیگر زندگی و شرایط و روش زندگی تعیین بکنتین یه جامعه هیچ موفق نبیتین، نه تاریخ موفق بودن نه مروچ موفق بیتین. و ادانه که سک مهمه، یعنی ایشی که مردم خود مختاری فردی یکدیگر قبول بکن، خود مختاری گروهی در مقابل عادی گروه ها به هر شکلی که عادی طرف تا تعریف کنتین، چه زبانی، چه فرهنگی، چه مذهبی یا چه روش زندگی بده تعریف کنتین، آیه خود مختاری قبول بکنتین و آیه همدلی ببیتین. یعنی وای همدلی بیت چیزی که انگلیسیش نه همپاتی، آلمانی تا بلوچی تا فارسی معنی دیگه چی بیت آلمانی خلا همپاتی تقریبا همدلی بیتین، یعنی مردم با یکدیگر آجر منی زندگی دارم تی زندگی آدم تو زندگی ما زندگی کنم من تی مزاحم هم تو مزاحم به هر کسی به صورتی دعوا بتون زندگی بکنتین. ایشی به اصطلاح یک همسایه خوبی جور کنتین، چه همسایه فردی تا یک آپارتمانی بیتین، چه همسایه فردی به عنوان ملت بیتین، چه همسایه فردی به عنوان کشور بیتین. اگر یه همدلی و یه خود مختاری مبیتین، مثلا امپاتی و افنومی مبیتین، انسان توکا آودی انسان میشه ته مشکلات که بیتین نتون یک جای شهری میبرسیدین. خب مسلمان شما تمام گینا مثلا یک سری ما دیگه ما چیزی بحث کو تمشید که هر کسی بزانتین که هر کسی ویتی ماستر وته مالک انسان فرد ویتی مالک وته دیگه کسی مالکی نه، چه خانواده بیتین، چه به اصطلاح مرد بیتین، چه جن بیتین، تا مثلا یک ملتی پا دیگه ملتی بگوشید مال منه یا دیگری سرزمین بگوشید مال منه، یه بر آوادی به اصطلاح مشکلات اساسی جور کنتین و یه امشیت مشکل گندگی انت مثلا تا جماعه به چه شکلی مثلا مشکل جور بیتین. مثلا همین که ما پیسر مثال داد وقتی که تو مثلا حاکمیت خود مختاری و تی بدن بیتین ادانت که مثلا شی برا مطرح بود و گشتش خب اگه خود مختاری بدن یکی با تیگنی پس نشه تو اینا با شکنجه هم بکنه، ممکنه کار بدی کنی، تو بری دادگاه، تو بری راه در بیار، برو سند در بیار ثابت کن که تو اشتباه کرده، نه بر شکنجه بده. و شی مثلا تو اروپا جا کرد بازی مدتی ها، حالا مثلا شی پادگرا اجراش نکرد من نزانم مثلا حتما نبود که مثلا مثلا امپریالیستی ملک بود که اروپایی‌ها و تا اگه مشکلاتش هستند ولی به هر حال شام مثلا یک سری مشکلات یتند که عدل تا یک اندازه پوتش حل کردن و رندا شون تمام گینا به خاطر شی اروپا چکو چارتیک ما دیگه هنیا رنج جنگ جهانی دوم ما دیگه بعد ما دنیا سر کار میت آمریکا دید ما رو بعد دنیا سر کار بیتن، پس بهتره که شام مثلا بخش یونیورسال ببندین بعد دیگه انسان هم شه بتونه استفاده کنه، ما بتونه چه غرب مثلا ماشین استفاده کنه که انگلیسی ها تلویزیون هم انگلیسی ها کتا اول رندا بعد هنیگا رندا خوب گندگی اینترنت و این چیزا هم آمریکا ها کتا بتونه استفادهش بکنه بعد این پرینسیپل هم قبول بکنه، یعنی مثلا اصولان حاکمیت باید قبول بکنه که شیده مثلا سک مهمه.
سک مهم است که مثلا مردم بزانند که این تمامی مسائلان شری سر سرپد بیتین و بتوان مثلا شان به یک شکلی که ما در موقعش بفهمیدش آبادی که ماش بتونه مثلا پیا شهرین چیزی برسین ولی به این معنی نه یه اوقا عمومی بودن همه در موقعش تا زمانی که شان قدرت سیاسی پشت سرش مبیتن و هیچ دردی نبرند وشکی خبرند مثلا تا سوئد قدرت سیاسی پشت سر حقوق بشر هستند تا سوئیس هستند سوئد و سوئیس معمولا قوانین بشر سازمان ملل متحد معمولا بخشی چوتی قانونا زانند یعنی حتی بالاترش زانند تا جایی بودی قانون تو کا ادانید که مثلا این جامعه مثلا بهتر روانتین ولی هم آدم پیسر گوشت مثلا فرانسه در حال نوشته که مثلا آزادی درستی انسان هستن ولی یک نویسنده انقلابی فرانسوی تا 1748 تا تقریبا حدود نزانم مثلا گفتم نه 93 1793 مثلا نمی چیزا 89 بود تا 4 سال رند چه منشور نویسک بود که اعتراض کو که جنینانی مورچه انقلاب فرانسه ما جنینا هیچ نصیب نبوده به خاطر همین مثلا جنینان حاکمیت تاگا مردانی داشتن تاگا مردینان داشتن یا پتهگا یا مردگا یا براتگا ایشی هم مثلا همه ویدم اعدامش کرد مردینا ولی امیدواریم خب ما شما مثلا شانا به شکل بگیرید که تمامی انسانان خارج ایشی که چه نژادی هستندش چه تفکری هستندش چه ذاتی هستند یا کیا چه جنسی هستند یا کیا به عنوان شیک انسانیت انسان مثلا به شکل متولد بیتیم باید قابل احترام بیتیم و حقوق برابر بیتیم و بخش مثلا صاحب بدن وطفت بیتیم صرف پروسس مثلا بگوشیگی پدا که صرف ترمینیشن که مثلا وقتی مثلا وقتی مثلا جان متعلق وقتی نی و آیه مثلا گیشیه نگه کار چیه بکن چیه مکان ته هم ماستر وطنی و ایشان هم مثلا تا زمانی که مردم رسیدن به جای نرسیدن و حقوق بشر سازمان ملل متحد مثلا یه چیزا مشوره یه امکان داده که ما اگر بلوتین جامعه خوب مدرن یاد بکنه که سرسر زندگی برن یک موت ده و یک کاری در بگیجن سرسر زندگی بیان یک روز آرام شید اروپا در بگیجن بهتره که کانچین شرایطی جور بکنن بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد بلوچستان هم یک کشور آرامی بیتید آرام شه که بلوچستان کور و کناره و کوه و دریان که را و جنگلانی که را در بیاجن سلامت به بخش من خبر دراز کش بودم مهربانی و ناصر چشمه و شمین گپان امیدوارم که زوم دیوان نندوکی وقتی درس برد بکنم تی سالانه جوز پرس بکنند و همچوش که شانی که اینستاگرام آنلاینند سلام و درود عرض کنم البته من بحث گشتر کسانی که زوم آنلاینند تو مستقیم پخش بوده و جلسه من جستی هست در رابطه با فرهنگ بلوچ یعنی بلوچ دو رو بیادن چینچو همگران چنگو مسائل حقوق بشری مثلا معیار جلی و پناهندگی و یا مثلا عیسی پدین موسی پدین یا اینکه بازی زبانی بلوچستان توی گپ تران بوده بلوچی و براهوی و جدگالی و پارسی و هیچ مثلا هیچ حاکمان مثلا مجبور نکرده کن زبان و تا فرهنگ و تا بدل بکنن و همچوش که ماشماگین بلوچستان یک جامعه گوناگونی مختلفی پرورالی در واقع و مردمان سالها سال این که کنار هم زندگی کنن بدون که تنشی به وجود بیاد در بینشان بدون که مشکلی پیش بیاد لحظه زرد لحظه سور لحظه سیاه بالاخره گوناگونی جامعه یه بلوچی دو بیادک بلوچی کچ گو منشور جهانی حقوق بشر چینچو همگران چی تو یک کمی شیوار توضیح بدیه تیتوار بنده یه مسئله حقوق انسانی روابط اجتماعی که تمامی جوامع شی به یک شکلی بوده و همه دکم مثال جدارات با جنینا مثلا مسئله هانیه یا مسئله مهنازی یا دیگه مسائلان دیگه هم بلوچستان تاریخ هستند ایشان پیش دارند که به هر حال بلوچستان جامعه توکا یک تا اندازه‌ای و یک اصولانی بوده گند و تمامی جوامع تو بره ولی خود خواستم میشه بلوچی جامعه توکاشان شهرشاری یاد کردن یعنی شهرشاری بلوچی واقعی تمشی مشمول مثلا بلوچی فرهنگ و تمدن چه بلوچی شهرشاری زورتگی و شیک مثلا ما شما بلوچانه بر اساس همه شاعرانه که شما مثلا
بلوچی خصلتا مثلا همین شاعرانی کاردش کتنگان رند لا شعر شعر بیتین در رند دودا بالان شعر بیتین در رندرا به اصطلاح دیگه شاعرانی که بودن یک دا به اصطلاح 6 پیش داشتن بلوچ فرهنگ چیه وشان هستند بلوچیا که مثلا تا مثلا تا هر جایی که بگندگی بلوچ مردم مثلا به یک شکلی همین کلمه رهبان تا بلوچیا که پیسر بوده که قانون میبیتین شیوتی پیش داریتین که در بلوچستان جامعه تو که پیسر اکثر رهبان بودن حالا این رهبان رنده متاسفانه اندیگان رنده واجه که نامی محمد سردار خان فکر کنم کتابی هستین تو بده نوشته که البته کتابی قدیما چاپ بوده لنگار بوده اون گره کپی هست امیدوارم پدا یک باری چاپ بوده به انگلیسی نوشته وده نوشته که وادی که قانون که بلوچستان گار بیتن تو مرچی هم همیه دابی مش بگنده قانون وادی که بلوچستان هر دابی قانونی که تو گار بیتن و وده به صورت تمام بیتن یعنی مش بگنده که مردم کشان یک دیگر آدگی کشی یک دیگر حکومت کشی تن پاکستان حکومت کشی ایران حکومت کشی افغانستان و واسه مردم چه اتفاق پگن این تمام گینا بودن ولی خب بلوچ جامعه تو که یک سری خاصی مثل رهبان بودند که پیش داری که بلوچ مثلا یک جامعه بسته نبوده مثلا هم دا تا شاعرها مثلا گنده شاعر واشتگت رندانه مثلا شاعر پیش دارید که مثلا یک مردم عادی که و شاعر کاودی مثلا نام سروک بیتن رئیس بیتن درستی یعنی دیگه شاعر واشتگت رندانه ملکان گران آسانه واشتگت زمجنی نوحانه بلوچی هم مرسی مشوره نوحان نامه بازینی هر کسی زوریت نوحان نامه سردار تومر و بیرا پاش کاپتر دگار کوروا شای کلگو درگاه این ایدا پیش داریتی که شان تو که مثلا یک سری مخالفت بودتک مثلا شی که تو انتگش بسوتی نظر بوگشانتی تو ای حقوق بشر آماده که مگوش مثلا پیسر تر خوب مثلا وادی قانون لوتی گو چاکر مثلا نزدیکی بکنته چاکر نتون کاری بکنته شی یک بخش بسوت حقوق بشر بیتن مثلا شی که همه که بیجار مثلا بودتک یکی غریبی تو مثلا باید کمکی بکنه شی وقتی یک بخشش هم باچیان که تو مثلا جامعه و وقتی که دولت تبرک کنه دولت باید بیسیک نید انسان اگه چی بکنه که دولت نبوده بلکه فرهنگ بلوچی بوده همین دکترش بده معیار مثلا معیار در رابطه مسئله آیه که مشکل کپته مثلا بگین مثلا دویدای ماتا مثلا چطورکای کو دویدا مثلا سامیه چه دفاع کو دویدا مثلا به رب معیاری بود به این خاطر مثلا حتی سری داد در مقابل مثلا بی باگرک مثلا حمله کو یا مثلا جریان میرکمبر بگنده که مثلا ودا یکیات مثلا آهم بلوچیات یات مردمی گرفتن برو باهاش بکنتن بل آی وشتاد دیمی و جنگی که گشتی درو بین برات گوارند یعنی ایشا تمامی اینا مثلا به یک شکل پیش دارند که حقوق بشر و دموکراسی و یک سری خواستان انسانی همیشه بودتگن ولشان خوب زمانی که مثلا تو بیاره حکومت جور بیتنید ها حکومت شام به جایشی که مدرنش بکنته میده کنه مشدید مثلا پروسه ماگنا کارتا که چه انگلیس شروع بوده که مثلا اولی رند مثلا یک سندی نویسه بوده که پادشاهی هم در مقابل آبرگ و مردم کتا در مقابل قانون و ایشی مثلا چطورکا رند مثلا رسید با امریکای اندپندنتا و در رند خوب بحثان فلسفی هستم و در پیسره بر تحاکمیت مثلا بوردو و روسو و نزان و هابس و مونتنسکیو و تراکولی و هر کسی دیگه فیلسوفان یاد کنن ایشش بدر رنگ و دروشیم داده کنن تشریح چکی نیستین ولی خب رند مثلا به شکل آمریکایی یاد بدر رند فرانسه مثلا انقلاب منشور آیت که مثلا حقوق بشر سازمان ملل متحد آیت که ولی خب ما مثلا این فرصت نرسته مثلا همین فرهنگ بلوچی و تیگا که چیزان خوبی که بودن که شما مثلا ردوم دیگه بانتین و برابر کنه بانتین که حقوق بشر سازمان ملل متحد مثلا به شکلانی مثلا وقتی که بلوچ جنین خبر کنه تو وقت مثلا مردم شریسه متوجه بیتین که تا چند اندازه تا این فرهنگ جنین تو انت مقاومت کن در مقابل مرد سالاریا و تا چند اندازه بلوچ فرهنگ بوده که جنین احترام بلیتین به خاطر حقوق محدودی که تیلورتنگی تا زمانه حسابا وقتی مثلا انگلیسی کم یاد کنه مثلا میشه که بلوچ مقایسه کنه با دیگه مسلمانا پتینجر مثلا با اون کتابی خب میشه مثلا بلوچان تو که مثلا جنینا آزاد ترند جنینا مثلا تو نه مردش حسودی نه بگیندن گندگیری کار کنه گره جنینا ور نشتگن ور برانتین ور کار کنند خب باز زمانه گمشو جامعه یک همچین جامعه‌ای بوده و امیدواریم که تا آینده هم مثلا ماشاءالله بلوچی فرهنگ گشتر نشد بگیریم و حقوق بشر سازمان ملل متحد تا بیایم مثلا راهانی در بگیریم که مثلا مشم همسایگی مردم و هندگان چه تفکرات لوتن و 100% کامل که یک گشنه که مردم هیچ فرهنگی تانگت دنیا تو که نه که پیش حقوق بشر سازمان ملل متحد که برابری بکنتین با چیزی که مثلا حقوق بشر هستن و تمامی خواستانی برآورده بکنتین و تا اگه هم همچین سوسایتی جور نبود تکشون کامل برآورده بکنتین ولی خب یک سری ایدئال انت ودا
که مردم تو ایدالا مثلا بلوچ فرهنگ تو هستند بلوچ فرهنگ بیگانه نه مدد تو باش ته مذهب هم عیسی پدینوات موسی پدینوات چته بلوچستان تو که بوده بلوچستان تو که چون زبان بوده و بلوچ مشما اگرچه بلوچستان تو که نجات پرستی بوده تش شکی نیستین ولی بلوچ نجات پرستی چون خشن نبوده چون مثلا دیگه جامان بوده که سیاه مثلا اسپیتام بکشن تا صرفا وقت اسپیت مثلا سیاه بکشن صرفا بخاطر سیاه در حالت بلوچستان تو کشان با هم دیگه زندگی کنه و درو تا بلوچش زانته و مثلا شیت اگه مثلا بره تا سند هم تا بره مثلا مردمانی که هستن بازینی اگه ممکنه بلوچ نژادن بلوچ نه از قدیمی نه که مثلا نژادی بلوچی هست مثلا از قدیمی چون نسل قبل ولی بازینی که مثلا جامانش قبول کرد راست شما بلوچی چون زنه بلوچیا کسی ردش کت نکن چون بلوچی یک استاندارد از لحاظ نژادی و رنگی و زبانی نه بلوچی شک طرف فرهنگ بلوچی جنر نرگودا گراکنه تو بلوچی به و ایشی بسلا سک ساده و سک راحته همین خاطر بلوچی ها و تا داشته تا یه سالم با هم مشکلاتی با یه که مشمول سرزمینی بوده که درستان دوست بوده الکساندر ببیتین تا پیتر کبیر انگلیس روس و هندگان چین شیر ببیتین و یا که نام مودی بیتین تا هندوستان درو بلوچستان البته ولی ماشا بلوچستان تو نفس بکنه به خاطر همشی که ماشما یک جامعه کثرت گرا و پلورالی بوده. مهربانی شما جواب البته یک اینستاگرام جز که موضوع گپ چین می گپ در رابطه با روز جهانی حقوق بشر و اهمیت پروسه‌ای و رفاه اجتماعی پیشرفت در دنیای مدرن در واقع مسئله گپ تران کردن این پشه که فکر کنم 72 سال روی چند که یه منشور و اعلامیه نویسه بوده. وجه رحیم بندوی مایک در اختیار شما بفرمایید. سلام احمد جان، خسته به ناصر جان، سلام دیوان. من البته یک دوستان نکته لوتون در ادامه گفانی که ناصر جان کورتن ادامهش بدن اگر شما اجازه بدید. جوست منظور چی می‌دونم جوست خاصی نیست که واجه ناصر جواب بدیم ولی هنچه یک کمی لوتو گشته به قول معروف مسئله پشتر کنک بی کله که حالا باز ونه یک کمی که گشته پشتر کنک واجه ناصر به درستی به نظر ما یک نکته سکی مطرح که وای ایشید که گوشتی که منشور حقوق بشر یک جنبش ایجاد کرد و واقعا هم همین تامین با توجه به ایشی برای منشور حقوق بشر هم که اشاره کنگم بود محصول قرنها افکار تجربه شده متفکران اجتماعی کسانی که در جوامع مختلف برای به عنوان انسان‌های متفکر بودن وقتی که تحت جوامع دین پدین بودن گفت یک سری مشکلات و مسائلی که برای مردمان برای جامعه به شکل فرد یا به شکل جمع بوده برای سعیش کرده که با توجه به تجربه های وقتش با توجه به شناخت و آگاهی وقتش آزمانان وقتش راهکاران مطرح بکنن که به این شکل ادامه بدی کرده بوده تا بالاخره جنگ جهانی پایان جنگ جهانی دوم بالاخره رسید به جایگاهی که دیگه قدرت‌های به قول معروف بین المللی تو انتش نقشش ببینی و تاثیرگذار بن سر این مسئله تجربه جهانی که محصول متفکران و مبارزان در واقع اجتماعی بود. به همین دلیل گندین که مثلا بوده به درستی استفاده کنه بیتند از منشوری که زمانی که اداره انگلیس به اصطلاح تحرکات اجتماعی وجودیت قرن فکر کنم 17 هست و به همین شکل مثلا بعدی هم منشوری که ته آمریکا موقعی که آمریکا و تر آزاد کو که من فکر کنم قرن 18 هست در قرن 18 بالاخره یا البته اشتباه بکنه زمانانه ولی در صورت از منشور آزادی آمریکا هم بوده استفاده کنه بودن چون که دقیقاً ما شما متوجه هستیم موقعی که اشاره میکنه به اتفاقا روچی که منشور به تصویب رسید قبل از تصویب رسینه یه تان فرانکلین خانم است نور است در واقع وانتی فرانکلین هم رئیس جمهور آمریکا این تاییدش کرده است وانتنتی و مهمتر از این هر دو تای دیگه دستاوردی که در انقلاب کبیر فرانسه بود که در واقع همون دانست که حقوق شهروندی به طور مشخص مطرح کنک بودن و حقوق اجتماعی مطرح کنک بودند و انسانان دیگه به جای شی که به عنوان نزان امت اید دین و آدین ببن یا رعیت اید فئودال آلگ فئودال ببن به عنوان شهروندان جامعه مطرح کنک بودن
لذا اشی سک مهمه. یعنی همین گپی که ناصر جان می‌دل سکنش گوشتی بالاخره این منشور حقوق بشر یک جنبشی جور کرد و واقعا به همین شکل، به همین دلیل هم همین جنبش تخمی بذری واقعا در قرن 20 کشک بود و قرن 21 وقتی تجنه واقعا شروع کرد، مخصوصا بعد از اینکه دیگه گندگی که اردوگاه سوسیالیسم شوروی سابق به اصطلاح پروشت و بالاخره یک عنوان تحت نظم نوین جهانی توسط برای قدرتمندان جهانی مطرح کنه بود، چون ایشی باعث بود که بالاخره این تجنه حقوق بشر سخت رشد بکنه، سخت تیزی واقعا دیتنده بود. لذا ایشی سخت مهمه واقعا که الان سرپد به ما شما زانک بیتیشه که الان قرنی که الان ما شما واقعا تیز زندگی کنه، الان قرن واقعا حقوق بشر، قرن آگاهی و قرن شهروندی و بخصوص قرن پیگیری منافع ملی و برابری انسان نشی سک مهمه. اما چیزی که سک مهمتره مسئله که یعنی توانند در واقع تأثیر گذار ببند روی تغییر و تحولات اجتماعی مردمانه، یعنی نیروی اصلی مردم هر جامعه هست و اعلانند که آگاهی رسینک و سرپدی رسینک به مردمان که بتویتی حق و حقوق بزانند به شکل فردی و جمعی، ایشی واقعا یک سکی تأثیر گذارین عنصر و فاکتوری برای تغییر و تحولات اجتماعی و اعلانند که نقش و تأثیری که مسئولان و روشنفکران مسئولیت پذیر هر جامعه واقعا شانه و گردرانی سرت سنگینی کردن که همیشه هم که گردگیم بالاخره بسیاری از این پیشروان و پیشتراولان جامعه در مقابل زورگویان جامعه مورد کلی تهمت ها قرار گرفتگند، همچون پیسران هم بوده در تمام جوامع جهانی قرار گرفتگند. به طور مشخص گردگیم وقتی که از آگاهی برابری و حق و حقوق فرد و جمع و جنس و به هر حال تمام شد وقتی گنده با توجه با محیطی که هست بوده یک سری عکس‌العمل مردم دیم پدیم بی و یک شکلی هم با کسانی که پیش برنده این آگاهی در میان مردم هست. خب صدمه جته و صدمه هم جنس، ولی با این وجود روشنفکران مسئول هر جامعه پذیرای واقعا این صدمات و این توهین‌ها و این تهمت‌های مختلف بودن دارن. بنابراین سخت مهمه که آگاهی و سرپدی در میان مردم رسینک و ابزار آگاهی و سرپدی رسینک مسلماً برحال همه تریبون هایی هستند که بتوانند به مردمان رسینک بینه از طریق تریبون ها به مردمان رسینک بینه. در صورت نقشی که رهبران مذهبی در جوامع بوده ایشی بسیار نقش تعیین کننده بوده که توانتگش واقعا سرپدین و آگاهین و دلسوز انسان دوستین به چه شکلی واقعا تأثیر ششته بوده سر پیشرفت جامعه و اگر چنانچه این تریبون ها در دست برای یک سری رهبران مذهبی که با اینکه نفوذش بوده در میان مردم ولی از آگاهی مهمی که لازم بوده برخوردار نبوده، گنده به شکل به طرفای به سمتای افراطی و برای ویرانی متاسفانه هدایت کنک بوده و هدایتش کرده جامعه رفتن. بنابراین ایشی سک مهمه از تریبون ها واقعا به شکل درست در جهت انسان دوستی، در جهت برابری انسان ها استفاده کنه و هیچ واقعا دین و مذهبی نیستن که برخلاف برابری انسان ها بیتن، ولی مهم ایشی است که کسی که این تریبون دستنتی ویتی سرپری و ویتی آگاهی چنکی بیتن شا و گندگی که مثلا هم اول قرن اواسط قرن 19 بعد گندی مثلا کتاب، روزنامه، گاهنامه، کتابخانه و شان گوشان به اضافه مثلا گندی بعدی رادیوی تلویزیون و اواخر من فکر کنم اوایل برای قرن 21 میگه گندی ماشا مثلا تلویزیون‌های ماهواره‌ای یا برای نقش بازی کنه سری آگاهی رسینگان و اطلاع رسینگان. خب اصلی هستن بیشک برای هر یک شی رادیو و تلویزیون و نظام کتاب و گاهنامه و روزنامه چه ماهیتیش بیتن، در چه جهتی دارند اشان ویتی به اصطلاح توانی که هستش برای آگاهی رسانی داره استفاده کنه. این چیز سک مهمه و چیز سک چرا که مستقیم برای مردم سرکاریه و خوشبختانه گنده مثلا
تقریبا قرن 21 واقعا وقتی که یه تو تایی جاگانی که رسید، یعنی این تکنولوژی اینترنت و سوشال میدیا اصلا یک انقلابی وجود داره. یعنی رسید به جاگایی که به هر حال دیگه سانسور قدرتمداران هر کشور و هر جامعه و هر دولت به هر شکلی بودگشان دیمش گرگ بی دیمش به این شکل گرگ بی که آنها هر چند که شروع کنه استفاده کنه از رسانه هایی که بسیار در دست و در اختیار و داشتگان بکنه، ولی گنده که دیگه جلوی خبرکنگان و جلوی اطلاع رسانیان نتوانن بگیرن، یعنی نتوانن چیر بده این چیزا. بنابراین یک مسئله بسیار بسیار مهمی است الان که با استفاده از خوشبختانه الان برای همین سوشال میدیا که هستن به شکل‌های مختلف بتوانند واقعا انسان‌هایی که احساس مسئولیتش هست در مقابل مردم و خواهان تغییر و تحول مترقی در جامعه هستند، حد اکثر استفاده از این سوشال میدیا ها میتونن در جهت آگاهی رسانی. چرا که وقتی که مردم آگاه و سرپد ببن، منتظر یک کوچکترین فرصتی برای واقعا سازمانیابی و توانند برای من دنبال حق و مهمترین مثلا همشیه. یا آخرین نکته دیگری که من لطفاً عرض بکنم خدمت شما اینه که ته ایران الان و بخصوص در جوامع مثل بلوچستان متاسفانه این حکومت‌های تمامیت خواه و حکومت‌های متمرکزگرا و بخصوص وقتی که به شکل ایدئولوژیکی هم ببن، شوونیستی ایدئولوژیکی هم ببن، اشام واقعا جنایت آفرینی کرده در بلوچستان و کنگن تنگه و هنگت هم دست بردار نند. ایشی سک مهمه که الان با توجه به وجود به اصطلاح میدیاهای بین المللی که گلاشن شکل گرگن و هستن تو اشا، مهم است که واقعا دستاندرکاران و فعالان حقوق بشری بلوچ بتوانند واقعا عاملان جنایتی که هستنشان واقعا رصد بکنن، ثبت و ضبطش بکنن که کی بودگن، تو کجا بودگن، سعی کنن با اسناد ببینن و ایشان خیلی راحت هم توانند به حساب نهادهای دادرسی بین المللی به یک شکلانی به هر حال رسینک ببن که سخت تاثیرگذارن به هر حال از نظر ایشی که این خبران فقط ته بلوچستان ممانند، در سطح جهان پخش کنند و نه اینکه فقط در سطح بلوچستان و محیط منطقه اطراف حالا کشور دور اطراف، بلکه در سطح جهانی. پس که ساده ای الان سخت راحت مهربانی واجد رحیم برای همچین ملورده باشین عرض بکنم و مندست که اینکه فرصت دادم. مهربانی. البته کسانی که جز پرسش هستن دست برز بکنند، من لطفاً یه مقدار بحثا در رابطه مسئله حقوق بشر که اینجوری مشا گپ تران کنگه مشمه مسائل در واقع گرنجش وارته گو همه مسائل حقوق بشری بخصوص در کشورانی که ما زندگی کنگیم، بلوچستان زندگی کنگن، ایران، پاکستان، افغانستان که شاموت عضو سازمان ملل امضا کننده همه مفادن، ولی متاسفانه مسائل حقوق بشری رعایت نکنن نسبت به حق حقوق مردم بلوچ هستن یا دیگه مردمان تا جامعه هستن. الان اکثر احزاب سیاسی معمولا تاکید کردن به مفاد حقوق بشر سازمان ملل. بشیم مسائل ما توانیم بر اساس همین حقوقی که منشوری که سازمان ملل داده، بر همین اساس ما توانیم مسائل مشکلات جامعه و حل بکنیم یا ما توانیم به حق حقوقت برسیم. حالا یه مسئله چینچو توان ما را کمک بکنیم، مردم بلوچ کمک بکنیم که بابتی حق حقوق برسن. آیا واقعا امکانی هسته؟ ایرانیان یا گجران یا پنجابیان یا پشتو تاجیکان که حاکمان در افغانستان بلوچانی حق حقوق بدهند برای اساس یه مفاد یا نه؟ و ما چیه بکنن؟ مردم بلوچ چیه بکنن؟ آیا واقعا منتظر ببینن که شان دموکرات بند و حقوق بشر رعایت بکنن؟ برای مشمه مسائل پیچیده اند چونکاشان مردم حل بکنن. یه بحث یا مقدار پچ بکنه من حالا مشمه بحث انگیشتر کرده ناسه مایک بنده شما.
سلامت لطفت که چیز تاریخی سالا مشخص کنه که در نامگرگ بودند و در نامانی که هستند که مثلا رنده که چی پخش بیتی مردم بزنند ها ماگنا کارتا که معنی همایند که مثلا مزنی سند ولوچی هم مثلا مزن بیتین دیگه که ما کلمه احتمالا نشانی هم انگلیزان شر لاتین گرفته تا دیگه جای ماگنا کارتا که مثلا شی به نام سند بزرگ بیتین مزنی سند که بیتین بوده بوده تا 1215 بوده که تا 2015 800 سالتی که باز بحث است تو جلسه هست تا دنیا شی باره و اثرانی که دنیا بوده گنتی پدرنده آمریکا به صلاح چیا که بوشهگی آمریکا دیکلریشن آف ایندیپندنت یا اعلامیه استقلال 1776 بوده. این رنچ ماگنا کارتا دومی سنده که در واقع سندی که مسئله مردم عمومی تر چارید چه ماگنا کارتا گشته در رابطه با پادشاه و آیه بسلا عمره بوده و یک مگ بسلا دیگانانی هم یک حقوقی داتن که بتی بسلا زمین صاحب ببندن که بسلا منشور حقوق فرد یا مرد یا مردم و شهروند 1789 13 سال رنچ انقلاب به اصطلاح آمریکا رنده تا فرانسه انقلاب بوده. فرانسه رنده فرانسه که باز به اصطلاح چه آمریکای اثر سورته گرفت. البته تو مستفرسون هم بوده باز اثر هستند که اعلامیه استقلال آمریکا نوشته چه بود سفیر آمریکا تی بودید پاریس و فرانسه. حقوق بشر هم 1948 نویسته بوده. چه ایشان اثر سک بازید. ایشان که مثلا تو برای نمونه وادی که مثلا یه حقوق فرد مثلا برابری مذهبی مثلا وادی که هستند رنده فرانسه خب فرانسه رنده ناپلئونیت دیگه ناپلئون هم چه منشور استفاده کو په دنیا گرگک مرامی دنیا حساباران دنیا مثلا وقتی جا کار هم داد مثلا یه دیگه ایران هم گوشی یا مثلا دیگه مذهب هم بوده که مارین دیگه جا فتح کنن گرین و به خاطرش یا مثلا ما اشغال نکنیم ما فتح کنیم این کلمات هم مثلا وقت حق بدین ولی پدا همین مثلا مذهبیان دیگه آبادی خوب گشتر آزادی مذهبی مطرحتن به جز از آزادیان اجتماعی حقوقی یک مثلا فردی هستند یا شیک مثلا مردم هم گشتش وضع خرابند که مثلا انقلاب فرانسه گشتر به خاطر وضعیت اجتماعی توده که اقتصادی خرابه بله مثلا کالوینیستان رفت چمشه استفاده کرد رابطه شاه جان طبق قانون اساسی آمریکا نوشته در فرانسه دیگه شما بهر چه قانون اساسی فرانسه هستی مثلا حقوق شهروندی پس چطور ما را آزادی نیستین در مقابل کاتولیکا مثلا کالوینیستان ما هم باید آزادی بیان بیتین ما هم باید آزادی تبلیغ بیتین و این حقوق بشر سازمان ملل متحد زمانی که مثلا همشی بیتید مثلا اگه همین فورم مبیتین خب شی پا مثلا این کاری نکنتین ولی خب یه فرمی بوده ما رابطه گشته خب سازمان ملل متحد یه برا کنه ایران هم امضا کنه پس نچه پرچی ایران شو اجرا نکنتین حقوق مثلا زبانی مثلا سازمان ملل مختلفین نماینده ویژه هستین اسپیشال رپورتری هستین که شما بلوچا نتونین چشان استفاده کنین چون شما سازماندهی امکانات مادی نیستین توشون تمام گینا یک سری فرد وتا که مستقل کار بکنه برانتی کاران دیم برام یک مثلا بلوچان که کشانتش مثلا سوخت بنانا ایشان سازمان ملل بشر ویژه یک مثلا نماینده ویژه هستید که شما باید خبران پایه دیم بدین اشاره که مثلا شما کاین شما مثلا مطرح کنه اعلامیه دین اپیل دین فلان دین شاید یک زمانی ما مطرح کردم من خب وقت گشته هستم متاسفانه وقت فعالیت سیاسی کنم گشته بودم شاید کمتر بودم اشاره هم مثلا مردم دین بشتن مستقیم به همایانا آیک مثلا مسئله مسکن مشوره مثلا بلوچستان لوگا خراب کرده سازمان ملل پشی هم نماینده ویژه هستی تجنبا مرتوشان تمام گیرن چون مثلا شین سازمان ملل و سازمان ملل متاسفانه بازی دیگه کشوران زور بگه آفریقای کشوران تمام گینای مشکل هر روز اتفاق پیدا تا مناطق مثل هندوستان بنگلادش تا برما سازمان ملل مثلا مثلا تو بگید مثلا نماینده ویژه که هستنتی یا نفری مثلا تا دفتری ممکنه 4-5 مردم کار کنن چون امکانات آینه محدوده ولی اگه مردم دائما خبرش بداتین به موقع خبرش بداتش هم باز فایده دهند مثلا شانا مثلا همین په فارسی نویسه ما مثلا بلوچستان هیومن رایت گروپ شهر کرد ولی خب متاسفانه انرژی و توانمندی تا تارگت نیست که بتون مثلا همیشه به موقع مطرحش بکنن ولی شما هستن و این زمانی که حقوق بشر پرسیستنت بیتن نقض حقوق بشر چیز دائمی بیتن و شدید بیتن اشی بعد مطرح کنند از بین‌المللی یعنی بعد خب کشورانی باید منافعش بیتن اشی یک کیسی بیتن په خودمختاری یا استقلال و بلوچستان هم مثلا شی هم هستند که بلوچستان این امکان ها که وقتی کیسا برای استقلال از بین‌المللی مطرح کنن ولی شی هم مثلا امکانات وسیع بودن مثلا ایندیپندنت لایر مثلا هستند سازمان ملل
کدیمی دیپلماتن و یا کسان دیگر بلشان خوب مثلا حقوق مزنی لوتن مثلا تر حداقل باید انتیا میلیارد دلار ببیتید یا حداقل 500,000 دلار ببیتید تا بتونه مثلا پروسه شروع بکنه. چطور بعد نیویورک و نیویورک هم گرانه شهری و بعد آن حقوق هم باز مثلا بتونه بلوچستان کیسه مطرح کنه که بلوچستان خوب نقشه ای هستند کشور مستقلی بوده، انگلیس ها گرفته، چه سوالی رنده مثلا انگلیس نوشته هم هستند تا کتاب تو که هستند که آقای گول سمیت چی نوشتند که ما بلوچستان غربی داتا ایران به هر چه ایران نبوده، ما شما اگه نقشه همین نقشه کن پشتا پیسر طرف پیسی رنده هستند و دام بلوچستان کشور مستقلی، یعنی شان تو نه شما از حقوقی هم مطرح بکنید. حالا اگه مثلا استقلال برسیم ولی اکثری حقوق بیتین امکانی هست این سازمان ملل مکانیزم اجرایی زمانی بیتش که یک کشوری بیتین که مکانیزم اجرایی بداتین. سازمان ملل با ارتش و سازمان ملل با مثلا دیگه چیزی نیست، ولی از حقوقی تونه موضوع رو مطرح بکنه و شی به ماشا بلوچستان سک بازند. اگه ماشا بتونه مثلا شهری سرشون استفاده بکنه یه تمامی تا سازمان ملل هستن. یه مثلا که ماشا بتونه مثلا شهری سر مطرح کنه حقوق کودکان، حقوق جنینا، مردمان خودسرانه کوشک بانتی، مسئله مسکن، مسئله شیک مثلا دریای مثلا محیط زیستشانی. البته یک چیز مشکل ماشما کپنشی که مثلا مردمان مهاجرت و تغییر جنسیت بلوچستان ایش سیستماتیک ماشوتونه مطرح کنه بلکه مثلا قوانین مخصوصی نیستند که جلوگیری بکنن به دیگه شکل بغیر چشی که مثلا ماشوش مطرح کنید که مثلا مردم اعتراض بکنن که آقا جان مثلا ما رو کار نرسیم مثلا از حقوقی دیگه مثلا همین کنیگا پیش تا ایران بشه که مثلا بلوچستان تضاد بین پولدار و بی پول بازه وشی مسلما بین وقت بلوچان نه شیگشتر بین بلوچان و آدیگه غیر بلوچانی که یاد که گفت بونوان مثلا کسایی که چه دیگه شهران یاتن مردم مثلا باید راه در بگیجید مطرح بکنن مثلا چیزی که ما تو یون پی هم کار کنه همین مسئله ریسورس به اصطلاحی که مثلا یک مخصوص اسپیشال کمیتی مثلا چون شتان پونش بلوچا مطرح نه در رابطه با چین مسئله یا هنگان گشتر مطرح تا واسه مثلا کشوران آفریقایی مطرح تبت تا جهان دیگه مثلا پاکستان و تنها بلوچستان منطقه بالتیستان و گیلگیستان و مطرح بلوچستان مثلا پاکستان مطرح تا ایران هم مطرح در رابطه با بلوچستان شند که این باشه بلوچستانشی متاسفانه تا هر نیمه دولتانشی گماشه مطرح چه پاکستان بیشتر تا بلوچستان چه ایران بیشتر تا بلوچستانشی مطرح. این چیزا هست شما باید راهانه در بگیجید مردم مثلا اشتراک کردش کنن همین که مثلا بیشناسنامه هست اشی هم سازمان ملل نماینده هستید نماینده ویژه هستین ولی ما شما یه گزارشم باید به موقع به جا برسونین یک سازمان حقوق بشری بیتین فعال بیتین همین کارا انجام بداتین و مثلا تمام توجه امید کریم هم گشتی بوده هنیگه مثلا در با جنایت بوده مثلا چی جمع کنه مردم که جنایت کنه اشاگه جمع چون مردم به طور سیته چون انسان هم باز عمر کنه که مثلا باند حکومت رو تا مثلا دستگیر زندانی کنه من یا مثلا یک چیزی پس بدن پا مردمانی که ازش کتگم مفتا مثلا ادامه کاران هم رو تو انجام بداتین ولی امیدوارم خب ماشما گامی وقتی تلاشانی که هستن تنیگا میتونیم مثلا سازمانانی مثلا حقوق بشر گروه حقوق بشر بلوچستان یا دیگه سازمان حقوق بشری بلوچی که هستن دیگه بتونن مثلا فعالتر باند تا زمینه کار بکنن. سلامت مهربانی. من یه لحظه بیچارم که اینستاگرام تو انا مردم چه بکنم ویتینگ نه اینستاگرام فعلا قبول نکنین. دکتر عظیم مایک شما اگه بفرمایید. حالا من چون اگه اینستاگرام کسی هم جستی ها تو انا مستقیم جست بگرد ولی دکتر عظیم مایک شما اگه بفرمایید. ولی توارو هسته آقای کتخدایی؟ جی توار هسته ها. بله باز و شان دورین گوهارو برات که شما دیوان برزورگم حقیقت یک هنچی مزنین به اصطلاح موضوعی که شیگا جهل برز کنگ چندین جلسه لوتی های کتاب بله خلاصه گپش منی جست اولا همراه با یک اشاره عملی و واقعی بر وضعیتی که مروچی غالب بوده مشمه کشور نام که به اصطلاح ایران ببی و یک ملت و قومانی سرا چه یهده همه حقوق بشرت دورین گوهار براتان که شما بچارید پیسر چه سال 57 بازی این گروه سازمانی و انجمنی همین شعارش دا که ایران تو که حقوق بشر نقض بیگن و رعایت نبیگن و دیکتاتوری یه دیگر ما چارت که همه گروپانی که جا بجا بودن
از جاهای مختلف ملکانی که هستن دیگه دابین گپش کو در رابطه با حقوق بشر و داخل که یه مثلا قدرت دارن دیگه دابین گپ کنه. مثلا یک نمونه پکای مشما رو گشان که شماوت بازین حتما زانید چی خمینی زمانی مثلا عراقت یا رابطه پاریس لا شاتو گپانی در رابطه با دیکتاتوری شاه و گپانی در رابطه با شیک آزادی حقوق بشر نی جامعه ایران تو کان نقض بیگه آگپان شما گوش بکنید و رندا کیات که ایران تو که مردم بازیش و آیگش لیدری حساب کو تو یارتش دیما همه حقوق بشر چطور که کاربست کو. یعنی واقعیت چیه همین دامی که کات خدای گو ما به خاطر حق و حقوق گرگوت باز آگاه و هوشیار ببه و بزانن با یه گروهان سازمانان احزاب نیرویانی که داخل خارج هسته و درو هنوی اشاره دهنگه آیا واقعی ما حقوق در آینده شان رعایت کنه یا ما تونه و تی حقوق بمنینه آیانی منشور و یک جاگاهی اتحادان تو که یا نه چی سکیم مزنی مسئله ما دیست که همین مولا که یاد کن زمانی که خمینی قدرتی که شاید حقیقت چی هنو ماحول وحشیانه متاسفانه کرونا ہے بله شما بچاری کرونا یک ده غارت نکو که شما ایران تو که غارتگریش کو نقض حقوق بشر چقدر چیرپاش بود. کرونا ترجس نکن تی مذهب تی قومیت تی ثقافت تی دیگه مسائل شخصی خصوصی مالکیت شان هیچ جسپرس نکن بل آیا این که نقض حقوق بشر داره همچین غارتگرته چه کرونا هم بهتر تا مروچی شما بگنده ایران تو که چیزی که این سیستم این نظام اقتدارگرا این نظام واقعا مرکزگرا که تمام چیزا براوت لوتی زیاده خواه از کرونا خارتر و ذلیلتر و غارت کنه جامعه تو که نقض حقوق بشر نو ادانه ما شما باید هوشیار ببین این نیروانی که دم نشتگان احزاب سازمانان گروه ها هر کس براوت تلویزیون داری هر کس براوت رادیو داری روزنامه دیگر سوشال میدیا استفاده کن جلسه ها ره باز هوشیار ببین در رابطه با نقض حقوق بشر بخصوص حقوق قومیت و تی اصول و مسائلان پاکایم دیما هیر بکنه که آقا من اینکه حقوق ضایع بوده ما اینکه من سر تبعیض بوده این من خواسته مارش اینکه پشت داشته و ما شانا چه هنوز شما چطور کاک بشن رفتار کنه زمانی که حقوق واقعی در عمل رعایت بید دور رنگو ها رو براتن بازی مورید حقوق بشر باند روچ دیگه 4 تا گروه دیگه در بیایت و بیایتن و نه قدرت بگیری و اقتصاد غارت بکن اقتصاد خصوصی ها اقتصاد اجتماعی ها اقتصاد قومی ها اقتصاد گروه های مختلف فردی حتی خانوادگی ها ادانه که ما شما در رابطه با نقض حقوق بشر من سال همشیه ناصر جان شما پیشنهاد به عنوان یک حزب که هست حزب مردم بلوچستان به چه شکل شما شیگا بشان به معنی که دیگه همچین غارتگری مثل خمینی مثل پاریس یه دابی ناره و شعار بده بیایت ایران تو که چه شاه دیکتاتور ببیده چه شاه هم بهتر غارت که و چه کرونا برو چی هم بهتر این جهنم آوا نوشیه منی سال همیشه که به چه شکل یه برات بحرانی که جلسیان تو کارنیدن تو تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و یه دیگر و زوم و دیگر یه یک جاگاه به منافع مشترک و تی قومی ملی منطقه‌ای و سرجم بکنه هر چه زودتر شاند دیما ببینه هر چهار طرفی که یه گروه هم فعالیت کنه چون آیان تلویزیون ها آیان امکانات ها آیان لابی سک بازه همیه دار که ناصر جان شارکو سازمان ملل دیگه جهان دیگه ملکان دیگه پارلمنتان دیگه دولتانی بنا مشمارش این که پشت داشته این که میشم حق ضایع کته و تبعیض بوده این که امکانات نی هنو ما شما را فقط یک سرزمین یک گنجستانی هست ما میشم بلوچستانه که هر کس رند نی مروچی چین به ثروت روس به ثروت امریکا به ثروت یه دیگر به ثروت که گردی بیایت و امکانات میشم منابع و میشم چیزان استفاده بکنه بله میشم نیرو انسانی و میشم مهلوک و قومیت ها و میشم زبان و دیگر چیزان در تبعیض بداری اشیم که ما شما باید از هنو به جنب در رابطه با مسئله حقوق بشر ناصر جان تو این مسئله سرا وتی حقایم گپان بگاش به چه شکلی برات گوهرانی که چه مختلفی روحیات و نگرش یک جاگاه ببرم و هر چی زودتر وتی منشور یک جاگاهی بلوچی ها بخاطر وتی قوم سرزمین دیم رویا پیش بکنه باز منتوارم محمد آقا مهربانی دکتر عظیم چشمایی جست و گاپوتران واجه ناصر اگر سلامت و خوب ما که پیسر تراشی مشخص کد من فکر کنم یه برا هم و ما تا حزب مردم ها
مسلما شما اولا هم همی برین کتک و خبر هم همشید که هر کسی ما بر کتک اگر شما لوتید ما بلوچان به عنوان ایرانی بزانتان باید ایرانی کامل بزانتان اگر نه خب ما و تا ایرانی کامل به شکلی که شما تعریفی کنه نزانیم باید مثلا حقوق برابر ببینید. یعنی شما اگر لوتید مثلا گوشه که مادر ایرانی خب پرچی مثلا یکی زبان به نام فارسی چه بلوچ زبان بوستر بیتین یا یکی حقوق به خاطر فارس باگ مرکز نشینی باگ چه بلوچه بالاتر بیتین اما تو گشت بارا یک سری زول بود بعد زولبان جوابگو یک بیتین و برابری حساب هم دو گشت مثلا حقوق بشر زمانی بیتین که مسئله برابری کامل بیتین هر زمینه ایشی سک مهمه و ایشی ما هر کسی خبر کته می خبر همشین و یه بسیار یک بحری چه مسئله اساسی هست و ایشی ما هم کنگره ملت ایران فدرال کته که بلوچان کردان ترکان عربان گویی اتحاد بتونه مثلا ایران مشکل شگل بدین اگر مثلا همه آمریکا مثلا اولی مثلا انقلاب آزادی خواهی ملی انت تاریخ که مثلا شکلی که هستی سازمان یافته منشوری داده شد هم به هر حال یک حزبی هست یک رهبری هست مثلا جورج واشنگتن ناما و حزب جمهوری خواه ناما به هر حال وقتی کارش دیم آوردن یعنی تو انتش یک اتحاد یک مثلا چیز فراگیری تو که جور کنه ما دا مثلا گوشت که حتی آنی که مثلا بردش هست آنی که بردش نیسته بر پای استقلال با هم دیگه متحد بودن مثلا کلمه پراپارتی شپاز گفت هپینس ولی خب دیگه مثلا بردش گار ندادن ولی خب یه مثلا یک کمپرومیس یکوتش یک سازش یکوتش ولی یک جا هستن یکی حزب هستن چیزی که مثلا یکی مثلا گروه هستن تو انتش مثلا تی کارا دیم آورند و یه بخش مهمه چه مسئله بود ما هم نگاه هم گوی ایرانیان وادی کنند پادا کنند به خبر همشین که ما حقوق برابر لوتین تو حقوق بلوچستان لوتین و پامش هم حاکمیت ملی مطرح کنه آدم گشت حاکمیت ملی خب به صورت کامل کیت یا کیشو بر اساس برابری است که مثلا کای بشه ما یه حقوق دادن یه حقوق ما شو چه یک دیگه دور کنیم ما شو ولی یک چه کنه یه حقوق به عنوان مشترک اگر نه خب هر کسی باید حقوق قبول بکنه هر کسی باید حقوق برسیدین و آدم گشت آمریکایی هم مثلا خب 13 تا ایالت مامور بودن بعد مثلا چه انگلیسی وقتش جدا کرد اگر ما بتونیم تا ایران یه تمامی ملتان بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و عرب و حالا ممکنه لحظه دیگه هم گما و روانتین قدرتمند بکنیم وقت ایران اگر ایران خبر مزوری تن چون انگلیس کینگ جورج مثلا بیت بگوش ما حقوقش ما قبول نکنو گوره خب آبادی بعد مثلا ما هم میدم عمل بکنیم بگوش آقا جان بنده خدا در امان خدا بگوشنش که ما فارسی کلمه‌اش هستین که آبادی این کار کسی مثلا گوشید ما راه باد بریم ولی با تو قدرتمند بکنه هم ما گشت حقوق بشر زمانی معنی داده هر حقوقی بیتین چه حقوق جنین بیتین چه حقوق برده بیتین چه حقوق مثلا دیگه بخش اجتماعی بیتین کارگر بیتین یا اجتماعی دیگه گروهی بیتین زمانیش اهمیت بیتین که پشتوانه سیاسی بیتین و ما همین کاراییم ما مثلا تهیز مردم خب مسلما سیستماتیک با دیما برویم و یکی که مثلا تا دنیای تو که یه اتفاق پیتن شما خب تا دنیای تو همیشه بوده تا آمریکا هم دیگه حزب بوده تا هندوستان هم دیگه حزب حزب کنگره هم بوده یک حزبی هست مین استریم وقتی مثلا راه رواگین دیگه و دیگه خب که روگر هر کسی وقتی کارا کنه تشیه مهم نه رند ممکن دیگه حزب مین استریم مار کاری پای نیست ولی فعلا حزب مردمی و تا یه پریود مثلا حزب مردمی کارا دیگه شرسر انجام دیگه هم چه داخلی چه خارجی و ارتباط گیری بین المللی و ارتباط گیری و جامعه ایران که مسئله بلوچستان مطرح بکنه مثلا خب ما در شورای گذار هم مثلا گونه شبر کته در رابطه با سرنگونی رژیم گونه همکاری کنه ولی ما گوشه در مسئله ملی نه مثلا ما بیایم گوشیم بلوچ گروه اتنیکی چیز کانسپت برابری که ما یه خبری کنه شی بین رو ولی اگه تو فارس قبول کنه به عنوان گروه اتنیکی خب خیلی خوب ولی تو فارس گروه اتنیکی نه ماورای ملت و ما بگیم چه گوشه اتنیکی کرد اتنیکی فارس دا چینه یعنی تو اگه گوشه فارس هم اتنیکی خب خیلی خوب ماشو برابره ایکوالیتی برابری بود بیتین دیگه یعنی اذا اشیا قبول نکنیم ما شون آقا جان ما در رابطه با مسئله ملی گونت هیچ گونه همکاری نکنیم در رابطه با مسئله ملی ما گونت مذاکره کنیم از طرف موضع کنگره ملت ایران فدرال بر اساس موضع حزب مردم بلوچستان که برابری ملی لوتیتین برابری حاکمیت لوتیتین اشانت یعنی این طریقه مردم رو دیما و سیاست تو که همیشه خب یک سری حاشیه همیشه هستن یک سری به اصطلاح گاپوتران کیرگری هستن ولی مردم به اصطلاح به قول معروف تی راه براتن و دیگران هر کس مردم احترام ملی هر کسی کارا بکنن ولی خب مسئله این که ادامه شوشی باره گپا نه مثلا عذاب سیاسی خب ما گویا یک خبر کنه هر یک وقتی جاگا گویا یک به تماس کنن و تی نظریات مطرح کنن و انتقادان خبرانی که مردم هستن درونی مردم یک مطرحش کنن هر کسی وقتی کارا بلی انجام بداتن ولی برای چه گندگی حزبی که تو فعالیت بکن حزبی که تو به اصطلاح در رابطه با مسائل دیگه که هستند مسائل بلوچستان
چه در سطح ایران بیتین، چه در سطح بلوچستان بیتین، چه در سطح بین‌المللی بیتین، یک کششی هستین تینوتونت یک چیزی انرژیانی دیما بارتین آی از مردم بلوچستان و بهترین چیز به بلوچ مارچی همشین به جای که مثلا مردم بروتن تا شهران پاپولیستی که در بلوچ متحد بباش هیچ به تاریخ تو که هیچ جا نبوده، تا آمریکا هم نبوده استقلالش رو تحول رنده گفت یک بخشش جامعه با هم متحد بود بود استقلال گرگا، یا تا هندوستان هم همیدا بوده، تا امی انقلاب ایران اگه ممکن تا بعد هم آمدی خب برال وقت کامو باز مثلا اشکوتا تمام جامعه که نیاد یک بخش جامعه مصر نمونه جنبش صاحب بار عربی که حدود 1 میلیون مردم در کدر که رفت بعد 1 میلیون دیگه مردم در کد بعد مرسی رفت مبارک رفت اولا بعد مرسی رفت دیگه مردم کاری نیست به چیزا شنید که مردمان مثلا با شما یه مثلا یه سگ شهرند که در متحد ولی هیچ بچه تاریخ نمیده در متحد وانتین و هنگام آیه که مثلا شهری سر کار کنه این هدف مشخصن و شهرین مثلا یک پروسه پیگیری از حزبی بوده و یک مثلا جای نه که مثلا بیت جهل و بیت برز و بری سگ فالن و بری گارن و بری چاره مثلا زهرن و بری گنجن و یه دیگه آدگر حزب مردم چون حزب مردم یک ساختار سیاسی منسجم مارکسیستی هست و سازمان اکتیویستی نه، سازمان سیاسی بر اساس دیپلماسی، بر اساس به اصطلاح فکر، بر اساس حساب کتاب کارا دیگه انجام داده. مثلا لاتی هستن مثلا بیشتر اکتیویستن، مثلا تا فیسبوک ها یا تا مثلا واتساپ ها هر روز مثلا یک چیزی بگوشن یک خبری بکنن خب سکشار دلش دارگ نبی تفلکانی خب اکتیویست معمولا همین دامه کسی که اکتیویست نیست همین دامه حالا ممکن نام حزبی گریتن ممکن نام سازمانی گریتن یا مثلا سازمان نام یک انجمنی گریتن ولی بیشتر تا انگلیسی بشنتش اکتیویست تا مثلا یک کسی که مثلا منافع دیما بارتن. مثلا من یاد بیتین سوئد وزیر امور خارجه نه وزیر چیه وزیر مثلا تجارت دیگه رابطه گرفتن تا ایران بعد مثلا بوده سریع سراغ کتگات بعد بازین ایراد گرفت مثلا جنین هم سر توهین میکنه مثلا ایرانی جنین کنه در شاهد سراغ کنه باش ایران نگیره یک جای سعودی جنین هم بوده روته ما مبارزه کرد تا بعد سریع سراغ ما خب ما قرارداد اقتصادی بنده گرفت وزیر تجارت و ما اکتیویستی بنی و ما نماینده دولت و آیا مثلا یک کدی هستی خب یک کدا مثلا من سریع سراغ تا یک هم باز و خب چون من اکتیویستی نیام بر اساس منافع ملی سوئد رابطه کرد بوده حزب مردم بلوچستان بر اساس اکتیویسم و مثلا چیز مستقل کار نکن بلکه بر اساس منافع ملی مردم بلوچستان کار کردن و به این خاطر به اصطلاح یک حزب پاپولیستی هم نیست که مثلا بیاد شعارانی بداتین مثلا بلوچ مردم تهیج بکنه پی کاری نه زمانی که ایتین مکانی که ایتین آبادی که مردم عمل کردن بعد هم خب لنینا به هر کسی وقتی شهری و خرابی هستن تک شهری بری که تاریخ تو 100 سال گذشته چی نبیتن بری هستن 2 هفته تو 100 سال جبران بیتن آباد دیگه که بعد کاراش سر بجنه و مشورت بلوچی هم مثال است که بلوچستان قدیما هور بازد که موسمی هوران هنگام یا تگن کار کایم مشمار مرچم برن پس که دلیلی چی مرچم توشین بلوچستان پس پیسر بلوچان یکم که وقتی جامعه تو که سیستمی بوده و این سیستم سرا بعد یک هورانی مدت بوده یاگه و لوگان آبشونش جتا طوری که تگش آب وقتی راه بروتین وقتی وشاپ بروتین وقتی راه بگیری بروتین هنگان هنی چونه آب که بازار مردمان با لوگان بارتن یعنی مثلا استورکا باگن تا ایران دیگه جاگانا بعد یک سیستمان اجتماعی یه شکل سازماندهی به خراب بنده و حزب مردم سعی کنته که بر اساس ما آبشون جنگا به زمان و به مکان بلوچستان منافع دیما بردیم نه بر اساس شعاران پاپولیستی یا مثلا اکتیویستی و ایشان خب ما نتونیم مثلا یک حزب سیاسی به هیچ وجه در دیما رو روته نتون حزب سیاسی اگه مفتین توقع هم جور بکنه مردم و تا هم مشکل چگل مردم هم مشکل چگل داته چه یک سر توقع یاد کنه توقع پدا اجرا کنه لوتن عمل کنه لوتن یک حزب سیاسی باید دور بچاریتن و زمان و مکان و شرایط سازماندهی بچاریتن و یک هم مثلا مزانی درد و مثال بلوچستان بازن ولی خب باید مردم وقتی زمان و وقتی مکان و وقتی جنبش وقت انتخاب کنند احزاب سیاسی اما داخل گوشت آنی فقط شد بررسی کنند چهارند کدی وادی هور رچیتن آب بهار کهتن واشین آبادی بسیار آبشون شهری سر بجنند و مردم پسر منزل شهری برسن و پامش ما تهیز مردم حاکمیت ملی و حاکمیت مردم مطرح کنیم که ما بتونیم درس بگیریم جورج واشنگتن درس بگیریم نهرو درس بگیریم رهبرانی که وقتی ملتش هدایت کرده به طرف پیروزی رهبران سوئیس که مثلا حمود 1800 یا حتی روسیان زبانش قبول کو ایرانی تا انگامش زبان قبول نکنند و ما شما هنگام تبلیغ کنه که بلوچستان درستی زبان باید قبول بند چه مزنی زبانی بی چه وردین زبانی بیتین چه جمعیت 200,000 چه جمعیت 100,000 تا 50,000 بعد ما شما بلوچستان تو کیدا با کار بکنه و بعد به جا زبان به مکان وقتی کارندی ما بریم
سلامت بیتی مهربانی بجا. مهربانی آقای ناصر چشم دورین گپان. البته اینستاگرام و کسی که جست پرس هست چه اینستاگرام ها توانن درخواست بدن، درخواست لایو بدن که من آنلاین کنم کدی جستان بکنن. البته یک دو نفر درخواست داد ولی متاسفانه وصل نبودم، ولی کسان دیگه جستش هستن توانن درخواست بدن، من کوشش کنم که آنلاینش کنم. آیفون مایک شما اگه بفرمایید. من سلام عرض کنم خدمت شما محمد جان و همچنین شما مهمان خدمت ناصر جان و دیگه نندو که مردم براتوگاره که هستن دیوان توکا گپ جامعه کامله گپ ناصر جان ادرو جاتا ہوں باشه موضوع یا شر آگاهی بی پر میں مردم واسطہ ما گوشیں کہ ہر چی بلوچا و بلوچستانا بلوچ مردما چه جامعه جهانی دیر بکن و بلوچا ایزوله بکنتے ما باید آئیے دیما بوشتے. بلوچ مردم یک بخشی چه جامعه جهانیه و این بخش بیاک جامعه جهانیه ایسے کہ قانون های و انسانی قانون انسانی رهبنداں بلوچ ہنچو کہ دیکھیں دنیا مردم آئیں رعایت کرتے بلوچش رعایت کرن بلے متاسفانے یہ گروہا و حکومت کہ مروچی ایران تو کا حکومت کرنے گئے کہ متاسفانہ بلوچستان سرا ہمیں حکومت کرنے گئے یہ باعث بھی تگا کہ بلوچا دیر بکنا چے واقعیتا بلے یہ پدا ہم بخاطر میں میڈیا و بخاطر ہمیں شبکہ ہائے مجازی یک غنیمت ہے کہ آگاہی بلوچ قوم واسطہ بلوچ راج آگاہی واسطہ یعنی سکیں شریں و مثبتیں چیزیں معیشت بلوٹیں یک مثال ہے چی وطی تجربیات بگوشاں ما چند روز پیش مردمیوں گپ پائے تھا ایران گرائشی منا گوشت کہ تو ملکہ زندگی کنگی کافری ملکہ ہو تو نماز بوان مگو منی نماز وانا یا نوانا یا سمو مسلمانا یا مسلمان نیا یہ چیزیں شخصی منینگے و ہنچو کہ میں شمیں دین گوشیتے شمیں دین گوشی ہے منی دین ہے ہر چیز دین ہے گوشی وہ ہر کس عیسیٰ بدین ہے واست موسیٰ بدین ہے وات پر میں شمیں بلوچی بطلان تو کام آسنے وشی ہر کس کے میری ہوتی کبرہ وات واپسی وشی او یہ گاپتی شاررن گاپ پہ اب ہمیشہ پدہ یہ بند خدای مردم وطی ہمیں اروپا زندگی کنگا عزیز مردم انگو آنکو کاسترو ہم دا زندگی کنگا مانیشی جوست کو مگو کہ تو تی لوگا نے لامپ روشنی شاو لامپ روشنی ہنی او دا تارے نی لامپ روشن کت مگو سکی شر چیزیں مگو من تو یہ موبائل کے گپ پہیں یہ موبائل کے من تو گپ پہیں تو زانی یہ کھیا آڈ کتا یہ چھتو آڈ بیتا کہ چھتو من تو وط موتا گندے من تو گپ جنے مگو یہ ہمیں ملک کے مردم آڈ کتا یعنی تو من تی عزیز مردمیاں تو من دی عزیز مردمیاں من تو وط موتا گندے گپ جنے بہرحال یہ باعث بیتا کہ دیگه دلتنگیاں چکم کمتر کنتے ہیں شاو مگو بس چطور تو حاضر بے ہنچے مردماں کے صاحب ہنچے فکرہ کہ دنیا کمک کنگا کہ دنیا دیما بروتے مگو ان تو اشکو تا مریضی کبتا شاو مریضی کبتا مو نامی زانگے ہیں نا اسی بلے نامی ہم زانگا مگو دنیا چوشے مریضی سک باز دیتا بلے ہنچے مردم بیتگان دنیا توکا کہ واکسن شرکو تا این مریضیش از بین برتگان این بلوچستان مردم نبیتگان نہیں کہ بلوچستان مردم یہ چیز نیستے بلوچستان بلکہ کویتر مردم ہستے فرصت دستا بیتے بلکہ شرطر واکسن اٹ کنا بلے گاپ پیشی کہ یہ ہمیں دنیا کر کنار مردم ہمیشہ واکسن اٹ کو تگان کہ یہ واکسن منا میں استفادی کنا تویاں استفادے کنا وطیاں میں استفادے کنا شاو مگو ہو بس تو شتو حاضر بے ہمیں کلمے کہ تو زانی سے لیں تو گوشت مردمی اوشے کافر ای وشی چیزیں نہیں اسے تو نباید استفادے بکنے ای مردمہ بند خدایا منی گپی قبول کوشی نہ تو شررنگ گپی جاوشی شمان اشتباہ تا من را دیتا
مگه منطق نباشه تو راده بله شرین چیزا مردم استفاده کن بهتره. ما بلوٹ ایشیا بگوشن هر کس بلوچ مردم بلوچ دنیا چه جدا بکن، بلوچ فکرا چوکیگا بلوچ راج فکرا ایزوله بکن ببندیتی چه دنیا کناری بکنتی آ محکوم به شکستی. ما بعد آیه دیما بوشتی آیه اولا سعی بکنه که ارشادی بکنه که مشام این حق ترا نیست که تمہیں مردم چه دنیا جدا بکنه. همه گپی که ناصر مرچی جتا یا حکومتی بیبیتی زمینی مردمانی واسطه زمینی حکومت باید بیبیتی، آسمانی حکومت بیت نکن. حکومت چه مردم بیبیتی چه جنس مردم بیبیتی برای مردم بیبیتی. و السلام علیکم و رحمت الله. مهربانی وجه شهریار چشمه گپان وجه بلیدی شما گپی هست؟ سلامت و محمد جان. من خب من خیلی جوست خاصی نیست کپشین کار کسی وقتی مثلا زندگی مش هدف همشین کارکت وقتی زندگی ها وقتی روش زندگی ها و تعیین بکنید که بلوچستان قانون هم آماده بند که 100% مردم ببنن 1% مردم ببنن یا 90% مردم ببنن یا 99% مردم چون قانون رهبند و تمام انسانانی که در زندگی کنند تشریح مهمه که ما شما مثلا شی هدف همشین برای ایشان تنها طریقه که ایشان تامین کنند بانتین طریق حقوق بشر سازمان ملل متحدین دیگه قانونی نیستند که بتونن تامین بکنند که پسی که انسان رو برابر ببندن و یه طریقه ما شتونه چون ما مثال داد کشورانی که یه روشش زورتا یک کشوران شرطر دیما رو بگن جامعه شرطر دیما رابطگان یک حالت بهتری آن مثلا من همین یعنی که مثال دیگه بود همین واکسنی که در کپتا چین هم ممکنه در کپتا روس هم در کپتا بلکه آن تانگا پروسه کامل نکته پیش جنگ انتی مردم ها کسش داشت نکم ممکنه شهر بی ممکنه خراب بیته بل مثلا آمریکا تیم لاگی تا بتونه استفاده بکنه سوئد تیم لاگی تا بتونه استفاده بکنن شد که یعنی مردمانی فکرانت یعنی یک وادی حقوق بشر مطرحین یک مردمی داغا چی کنه بیتین حساب کتاب هستین چون انسان ما بودم گوشت انسان بدن فیزیک سک مهمه به جامعه واسطه شی دارگ بیتین شی هر کس مستر وطنی و شی یک چیز مثلا بی همتایی انسان یک چیز بی همتایی ادانید که مثلا شی باید توجه کنه بیتین فهمید او گندگ بیتین که یک قانون در مقابل هم انسان ها کنه بودن و همین انسانان واسطه کنه بودن یه جامعه دیگه رو بگن سکونی هستنش آرامشی هستنش یک رفاه اجتماعی هستنش مدرسه جا بیمارستان سوئد هم مریضی بازی هنو بیمارستان پر ایران هم پر ولی سوئد تو کمترش کنه کسی بیمارستان قبول مکنه که ترا زر نیسته یا په دوای واسطه ترا زر نیستین ترا دوا مرسیته این چیزانی نه که سوئد مثلا یکی مشکلی بکپیته پرچی که بر اساس همه حقوق بشر سازمان ملل متحد پیسر سوئد چونه بوده ولی زمانی که جنبشان اجتماعی هستند تا زمانی که ایدهش فوت کردن ایدهش زورتگند مرچی شرطین جامعه شهر کرده چون رابطه انسانانی تو که به صورت قانون شرط کردن نه پیشی که مثلا یا چه یک دیگه جاگاهی یا یک قشر یا بالاتر بزنه یا قشر هیچ ایرادی نیستنی مثلا مسلمان بگوشن مسیح کافرن مسیح بگوشن یهودی کافرن ولی یک دیگر آزادی بیان آزادی عبادت آزادی اندیشه رد مکنند مثلا یک باری من یاد بیتی مقاله یک آمریکایی نوشته گد که یهودیان روان رنده 2000 و یکی گوشته که تو یهودیانی حق آزادی قبول نکنه وشم 100% قبول کنه حق آزادی یهودیانا من 100% هم قبول کنه وقتی مثلا کامل آزادیش بیت آمریکا یا هر جای دیگه زندگی کنه ولی من مسیحیم من نظر هر کسی مسیحی نه رو 2000 خب مسلمان هم میاد فکر بکن ولی یه فکر مکن هر کسی که مسلمان نه نتون چهار زندگی بکنه یه فکر مکن فقط مسئله شد که هر مذهبی و تفکر هستند ولی مهم شد که انسانان عبادت بیلند آزادی مذهبی بی برابری مذهبی بی یه دمه بیتن که در یک کشور مسلمانی دیگه مسیحی میله یهودی میله بهایی میله یا کسی که خدا باور نمیله بلکه ماشوا بعد قانون برکنه قانون زمینیه قانون زمین نگین و زمین قانون برابری انسانان و یک دیگر را باید ماشوا انسانان متفاوتین و یه صحبت کار بکنه و من خیلی همش به ساعت 7 تا 9 دیگه انگار تمام وانه دیگه کسی جوستی نیسته ما چشو دیوان مرخص کن دست 3 نفر دستش برزه اجازه دوستان بکنن تسای کنه جوستان بکنن دست برزه کسی دیگه دست برز ما کنتیم وجه عبدالروف ملازی ماشمالی
درود و سلام واجه محمد جاملی توار یایگی جی ها شما توار هستی. سلام و درود راه دیان دیوانا و سلام خاصی پیش کنم واجه پاک واجه ها و خاصی مهمانا منی جست ایشند که اگر دیگه براتی گوهاری جز نکتا بلوچستان باره هو و شریکار پراکنده باز بوگند اگر یک جا ببند شانی اثر چیند و ای باره شمی نظر چیند دو شی که آیا حقوق بشر واسطه برای همچین رشته های دانشگاهی هستند که ایمی دانشجویان ایمی جوانان بلوچین ای باره اختصاصی بروند این رشته تها کار بکنند یا اینکه تنها یه حقوقدانی همتون فقط این راه تخصصی کار بکنند. دو سیمی خبرشند که آیا اگر برای سواحل مکران آیا قراردادی گوچین بندگ ببید ایشی باره هم خاصین کردی بید که بلوچ فعالان ای باره قراردادی ضد یا علیه قرارداد هم شکایتی پیش بکنه و آخر اگر ای خبر تو پیسرا نکتگو من رنده کموکی آتکگوم غیر چایی گرگ و بندگ و زندان و اعدام شام مهمترین بخشان حقوق بشر کجامند. مهربانی سلام. آقای ناصر. لحظه یا ناصر مثل که در بوده حالا اجازه بده من کامپیوتر ریستارت بو متوجه نبود تگتون بله خب جواب مشک سوال مشکو توجه بروفی ما تونو جوابی بدیم بله خاصی همشینت من خلا تونو جواب بدیم آجان تواری آگید ها تواری هست بلکه دوربین بنده دوربین هم پاس کنیم ولا شاره هنو گندگ باگی دوربینه تی توار هست ننگه نه دوربین گندگ نبایی حالا شهر برای کامپیوتر مویزه ریستارتی بود ندانو دلیل چیت برای که یه گپی که مشوار بخصوص هستند شی مشمارا و مشوار بلوچستان غربی مردم و اینگو کمین نیروانی که تونن دارت مسائل حقوق بشری هم خوبتی توانمندی لوتیتن بل خب هیچ کاری نیست که مردم یادی مگیری مردم کوشش بکنه 100% یادی گریتن و یکی چه مزنی کاران میشون میده مشوار باش سازمان ملل بازی مثلا نماینده ویژه هستن تمشی که کشتار خارج قانون مسئله زمین و مسئله دیگه کارباران این تمام گینا مثلا مردم کار بکنند اگر مثلا یک سازمان حقوق بشری قدرتمندی بودین تشیسک شهر کار راحت بود تگتند و انگاه هم بخصوص مثلا بلوچستان شرقی اگه خوب تونه این کاران بهتر انجام بدهند دلیلی همشین که آیا مثلا زبان انگلیسی تسلط هست داشتی پلیس مارا بگفت من چاره آینه چاره من نفهمم چیه نه دیگه جایی خبرام اوکی برحال اذا مشابه مثلا اذا یه موضوع اگه بتونه مثلا به شکلی مسئله حقوق بشری سازماندهی بکنه کوشش کنه اگه بوده بلوچستان شرقی مردمان بلوچستان هیومن رایت کانسل شاید کو پد دیگه میگم پد فعالش کوته که همه کاران دیم برانته ولی متاسفانه توانمندی و انرژی ماشون نتونه که تانگ جور بکنه میده کومگشت بلوچستان واقعا کیس حتی تا اندازه استقلال طلبی هم هستین در رابطه مسئله حقوق بشری کار بکنن مردم گشتر بلوچستان شرقی ها با توجه که یک کشوری بوده تا همی آخران تا زمانی که مثلا جنگ جهانی دوم تا نقشه بوده یه سرتر بلوچستان غربی هم هستن سند هستن که انگلیس داد تا ایران ها یعنی انگلیس تشویق کو ایران بیتیم به خاطر شیک روس در مقابل روس شکست ورگد که بافری بتون مثلا ایران روس دیما بی تا هندوستان نزدیک بی بلوچستان داچ بلوچستان منطقه قابل استفاده ایت به ایران به دلایل متفاوتی
این تمامگینا هستن به خصوص بلوچستان شرقی. اگر مشورت بلوچستان بتونه مثل سازمان حقوق بشری قدرتمندی جور بکنه پای زمانگا اشی توت مشورت ساک باز دیم آوردین. ولی متاسفانه مثلا ما دوستان بلوچستان شرقی که این کارو کردن ما دیگه اگه شما یه کارو بکنه یه دا بهتر بیتین. ولی متاسفانه هر یکی وقتی امبیشنش هست، یعنی هر کسی لوتیته نامی مطرح بیتین. یعنی انگلیسی ها گوشن که مردم تاهرا پت چسر کشف کت نکن. بلکه مشروع بلوچستان تشرق کلا نمیدونم تا ایرانی بچار مثلا چینچو سازمان هستین یا حزب هستین یا گروه بشری هستین درو لوتن تاهرا پت چسر کشف بکنه. چیزی کشف بوده تو نتون چسر کشف بکنه، تو نفت بهتری بکنه. ایدانید که مثلا مشروع بلوچستان متاسفانه یه بدبختی هستین که همیشه لوتین مثلا چسری کشف بکنه که مشوره مشکل چگل داتین و ایدانید اگر بتونین مثلا با هم دیگه کار بکنه بتونین گزارشان به موقع به سازمان ملل برسینه و هنوز خوب توانمندی هم مشمار هست تا که بلوچستان سازمان حقوق بشری بیتین هنوز یو ان پی نماینده مخصوصی هم تا ژنوا هستن و تو مردم باز کار بکنن تا این زمینه. ولی خب همه دا که من گوشت یکی که توانمندی شخصی مشوره بیتین یکی امکانات مادی بیتین. متاسفانه دو جایی که سازمان ملل فعالن سیمی جاگه هم سازمان ملل هستن فرانسه این که مشوره دردا وارتن مثلا یونسکو در رابطه مسئله زبان و شان این تمامی اینا شهران گرانی نیست کار کنگ لوتی ودا انرژی لوتی ودا و توانمندی لوتی ودا توانمندی مردم تو جور بکنید. مثلا مردم تا تو تکسری کلاس سازمان ملل و تاستی مردم تو بروت استفادهش بکنید که ما مثلا اما قدیما یک بری منیره رفت رانده دیگه هم هستیم بری پیش کانت مردم استفاده بکنید چطور کات سازمان ملل کار بکن چطور کات چه مکانیزم سازمان ملل کار بکن. ولی معمولا یک نفری نتون کار بکنه کارم بکنه تا آخر مانیتن چون تو باید همیشه این کارا تر باید مردم رو بیته تو بتونه عوضش کنه تو گشترش بکنه. کسایی هستن مثلا تمام عمر وقتی که هیلن پای کارا ولی درو مردم نیستن تمام عمر هیلن پای کارا. تو پای خاطر ساک مهمه که مشروع مثلا بتونه یک امکاناتی مردم چاولا بیترند خب فوندیشن هم هستن کمک کنند ولی مردم با چاولا چوات یک کارانی انجام بداتون بتونی کارا بکنن و امکانی باز هستید. مشوره بلوچستان متاسفانه چه هر نیمه نقض حقوق بشر به اصطلاح persistent and intensive human right violation تو بلوچستان بیگین یعنی به اصطلاح دائمی و شدید به اصطلاح حقوق بشر ایشان واقعا کیسانیان بعد دور به یک چه ایرانه شان کیسانیان دور به یک چه کشوران دیگه که بلوچستان تو که اتفاق کپگین ایشان اگه مردم بتون مطرح بکنن بل هنچوک مردم شهری سره مطرحش بکنن بر اساس مکانیزمان سازمان مللش مطرح بکنن و بتون به اصطلاح چشان شهری استفاده بکنن. ولی همه دا گوشت ایمپلمنتیشن تر باید کشوری ببینید که حمایت بکنن از بین‌المللی تا کشوری تر ما بیتین تا سازمان ملل را مگر اینکه کشور وقت بپوشیدین تا به اصطلاح حقوق بگیره یا بر اساس مناسب داخلی تغییر کنه که قدرت ما دا مثلا ما لوتین رو کنگره ملت‌های ایران فدرال اتحاد ملیت هم بتونه ایران رو حقوق بگیره وگرنه در غیر این صورت مثل سازمان ملل البته مکانیزم اجرایی نیستین. مکانیزم اجرایی ترا و یک کشوری حتی کشوری مثل پرتغال بیتین ترا داتن کشوری دیگه مثلا بیتین ترا داتن شو پرتغال مثلا در رابطه با استیمور مثلا یک کاراتون انجام دادن زمان مناسبیت استیموریان جنگ کتگد مبارزش کتگد ولی زمانی که یاد مثلا یک رهبر خوبی بعد به صورت یا سوارتو رواگا یاد که رهبران مثلا مناسبی یاد کن هم اچاتون و تی استقلال و تی خود مختاری بگیریتن استیموراتون و تی استقلال بگیریتن ولی متاسفانه وسپا تاگت مثلا اندونزی سری باز ظلم کنگین یعنی ایشان چیزان حقوق بشر ما آدم گشت تا زمانی پشتوانه سیاسی میبیتن نتون اجرایی بیتن ولی مطرح کنگی بیتن مطرح کنه خوب چیز خوبیه چون تا زمانی چیزی مطرح میبیتن زمان و مکان اجرا بویی هم نیتید و ماشو بلوچستان باید بتون مسئله همیشه زنده بدارین مطرحی بکنه تا جایی که دست رسیده گشتر مطرح بکنه بهترین ولی تا اندازه کمی دا ما من انجام دیگه مطرح بیتید اشید ممکنه هم کافی بیتین پا زمانی که شرایط مناسبی بیتید بلوچ بتی حقا برسیده. سلامت. مهربانی. دکتر عظیم تی دست بلنده مارک شمایی. به احتمالا همه موقع تو گپ کنه احتمالا دست رو جهل نکنه یعنی که ما فکر احسان باشنده. سلام وجه سلام دیوان و وجه کات خدایی و وجه ناصر بلیدایی و سلام عرض کنم و مروچی روش منگه پیشن که عالمی انسانی حقانی روچه باز واشنگ اپی
ما مروچی نشتگین گفانی انسانی حقانی باوتا دنیا باز ملکا انسانی حقانی لگت مال بیگی بله ایرانی ظلم دیما یه دیگه ملکانی ناروی گشترین منی سوال هشه ایرانی ملت په شمول بلوچان چه ورا یه ظلم خلاف ما گوش دارینه منت ورا مجب مهربانی سوال تمام بود. مهربانی باز واشتی سوال این گپ باز واشی گپ مده گشت مسئله حقوق بشر نقص پیگی تا ایران یک جنبه اینه مسئله بین اول همشیک جنین مردین ماش ایران قانون اساسی مشکل هستین شیعه و سنی ماش مشکلی هستین مسلمان و غیر مسلمان اسلام و غیر اسلامی مشکلی هستین آنی که اصلا خدا باورش نیستین اصلا مذهب رابطش نیستین گاهی مشکلی هستین و بعد همشیک ماشا بلوچان خوب ایران اساساً به عنوان انسان کامل نگین دیتین برابر نگین دیتین و حقوق مشوگه نداتین و تمامی ایران این سر آدگرانی که همتن چک تو گشت تمام یک کسی که ایران زندگی کن سری ظلم بگین ایشان چطور که بیتین خوب شان هر یکی یه مشکل اساسی که ایرانی هستین چند که اما دا که گشک بود هنگین دنیا زمان مثلا انقلاب فرانسه نیست که مثلا یک بحری چه جامعه چه الیتا یا یک بحری چه غشیا که مثلا ته فرانسه و بعد یک مردما در واقع هر کسی یک دلیل یارت ته فرانسه پرچی فرانسه انقلاب بود پادشاه سرش برد خب تا انگلیس هم پیسرتر 200 سال پیش هم فکر کنم چارلز سکند که کرامبل به اصطلاح چیه کتو سری برد و هم پادشاهش اعدام کرد ولی خب تا فرانسه هم اعدامش کرد وقتی به اصطلاح مری آنتوانت که به اصطلاح جنتی دوینش وریگا اعدامش کردن حتی مانی که آش اعدام کرد رنده عام اعدام بود تا فرانسه چون معمولا انقلابا معمولا چه سیر هستن ایران هم باش و دیستا ما کسایی که دیگرش زندان کردن موسوی دابان وقتی زندانای شند که یه چیزان تا انقلابان تو که هستن دلیلی هم شد که آودی انقلابا بود مردم ها اینچو خواستانش مشخص نیتن درستی بخشانی یک بخشش جامعه یتن تو یک انقلابی که تغییری آرده و ایران هم همین ده بازم مثلا نگاه مثلا خبر بود که خمینی شهری خبر کرد ولی خمینی اگه شهری خبر کرد خمینی سیلی خبر کرد ایران روشن فکرانی مثلا گوش نکن یکی بازرگان خمینی کتاب بلایت فقیه نوانتگت یا بنی صدر نوانتگت حالا صادق گفتاده نزان وانتگی یا نوانتگی بلشان مثلا مدعی که ما فیلسوفی ما سیاسی مثلا شایگان سنجابی این درستی نه حمایت کوچه خمینی ها و این به اصطلاح یک چیزی وقت یکم که به اصطلاح به قول انگلیسیان truth with modification که مثلا ایرانی نزانت خمینی چیل ورتگید من خلاشی واقعی نیست بازی چانی خمینی همراه تا زانتش خمینی چیل ورتگید و خمینی هدف چی مثلا کیانوریا نوانت ولایت فقیه تا آخر عمر نوانتی خمینی زندان کرد گویا خوب یه چه خبریه احسان تبریه نمانت که چه خمینی حمایتی کرد اشان مثلا من خلات عبرانی قابل باور نه مردم عادی نزانت گفت مثلا ایرانی تا انگه مثلا مشکل چیز کار دستن و انگام برش چیز کار دستن یا کار یا که نامی آمریکا کارتر زاننت ایران به اصطلاح مشکل ایدام نبودت شاوتی مشکلیت شاوتی به اصطلاح یک مشکلیت که به ایران انقلاب جور کو زمینان انقلاب جور کردن با توجه به شرایط اجتماعی بوده است هنگام ایران هنی بله آدم نبید هنگام ایدام نه یک بخشش جامعه بیت یک تغییر وجود بیارید جنبش سبز همی دعوت ما خوب تهیز مردم حداقل محمد و رحیم و دیگه سنگتانی که داستان تا حالا من نامانش نگیندگم تا از مردم کارشته ما 2009 پیش چه که جنبش سبز به وجود بیاتی ما جلسه یک اتحادیه اروپا چون یک حزبی بوده هست که ما واقعا رابطه خوب مرسم متاسفانه حزب بوده نماینده نیستن او در رئیس از نماینده پارلمان اروپا و دفتری کلا ما اختیارش تا طریق یو ان پی او و وقتی هم بیچاره گندینگ فوتی کوت ایتالیایی که ماشی مردمیت ولی آدم با جرأتیه یعنی آدمیت که هر دامی مردمی که سری ظلم بو کمکی کرد مثلا چیه گاندیت هم طرفدار گاندیت عکس مثلا حزب لوگوی هم عکس گاندیت بعد مثلا آیا یه کاری که ما هم یه کردن که آجان هنگام مثل زمان شان نیست که شما مثلا کایتا انقلاب کنید تا که درو مردم شما رندا کپنتین ولی بیاید مثلا حقوقان تمامینا قبول بکنه برابری حقوق قبول بکنه حقوق احمد جنین مردین حقوق قبول کنه ما در سکولاریسم قبول کنه بیای فدرالیسم هم قبول کنه موضوع هم فدرالیسم حقوق ملتان است ولی ایرانی آماده نه ایرانی هم مثلا درستن حقوق بر اساس شک شارت ما من گوشت همدلیش نیگو انسانا یعنی اما چیزی که ما پویتی لوتو زمان انسان یک انسان کاملی هست چه مردین بی در مقابل جنین چه جنی بی یا ماتی بی یا گواری بیتن
یا اگر دیگه هر انسانی همدلی بی همه چیزی که ما پویت لوٹن آدیگه نه پوت لوٹیتن فارس زمانی که یه نتیجه برسیدن ایرانی‌ها که ما همه چیزی که ما پویت فارسی لوٹیم بلوچ واسطه هم بلوچنی کرد واسطه هم بلوچنی ترک واسطه هم بلوچنی عرب واسطه هم بلوچنی آوادی ایران تو که یک انقلاب شرعی بیت تغییر شرعی کردن و یه مردم با هم دیگه تو همراه با همین مثلا ما چه نتیجه هستین تی ما بیان چه رضا پهلوی حمایت بکنه رند رضا پهلوی گوشی که ایران هر کسی زندگی کن فارسی و گوشی جمهوری اسلامی هم گوشی یعنی شیعه تا اگر مردم بهتر دیمی بوشتین تا فارسیسم میگه فاشیسم های اتفاقا باز گشتر چشی هم بیتن یا مثلا مسعود رجوی اگر که مثلا دیگه نو قبول نکن یا مثلا آدیگه گروه که مثلا حقوق یدیم ملتان قبول نکن شما بداره من وقتی کوکا گرون راندش ما به ما گفتن یه سمرات جورنه واقعا ما آپریل که جلسه اشتغلت واقعا تا آپریلات تا جون ایران انتخابات بود جنبش سبز به وجودیت بازی چه ملتان حمایت نکرد من اتفاقا یاد بیتیم پدا مثلا اتحادیه اروپا جلسه اشتغلت مارشال ورتگت که پرچی دیگران در نکفتاد ما همین مثلا مطرح کرد ما خب مثلا مردم تبریز او در کفتاد شاه زمانه ولی چیا چون شریعت مداری به هر حال به یک شکل وقت خمینی و وقت انقلاب اسلامی یک همبستگی است تی آیت الله شریعت مداری و آیا مثلا دخالت کو تبریز ایگانتن ولی یه بری انتخابات شرکتش نکرد چون یه بری مسئله مذهبی نیت مردمان آذربایجان ایگان یه بری مردمان آذربایجان مسئله هویتی مسئله هویتی اگرچه موسیقیتی هم تبریز مردم ولی مسئله هویتی مهم نیست آیا گشتر بود مثلا ناسیونالیسم ایرانی مسئله چهارتن حاکمیت شیعیسم مسائل چهارتن حاکمیت به اصطلاح فارس مسائل چهارتن دائم در نکفتن هنوز مشکل همشین هنوز مشکلی که ایران هستی تمشین آنیک به اصطلاح رهبران ایران زانا مرکز ایران زانا و تا ایران سر زانا یه دیگران وقت مال زانتین تا یه درک نرستگند که همدلی پیش بدارن گوی دیگرانی حقوق یعنی ما چیزی که به انگلیسی گفتن امپاتی حالا من دقیقاً نزانم واقعا امپاتی مثلا تا انگلیسی شر سر معنی داده تا بلوچی یا فارسی خب مشکلش کلمات معنی در بگی بری مردم ولی هم وقت همدلی پیش داره مثلا بعدی که من گوش آقا منی زبانم ما مهمه آی ما گوشین آقا جان زبان که باید فارسی ببیتین دیگه فارسی زبان قدیمیه آقا جان زبان فارسی قدیمی ولی هر نگاه خوب زبان انگلیسی گر بهتره دیگه اگه قرار ما به زبان بغیر چه بلوچی بزنم زبان انگلیسی گر بعد انداز ارتباطی بین‌المللی بزنم تا حداقل همدلی پیش داره بگشتی سر ظلم بوده تی زبان باید کامل تی مدرسات جامعه کامل باید استفاده بیتین تا زمانی که بدنی وقت تمرین میکنم وقت شهر میکنم بدن شهر نبی یک زبانی هم میاد تا زمانی که بلوچی زبان تا ایران زبان دوم بیتین به درد نوا باید زبان بلوچی تا بلوچستان زبان اول بیتین این همدلی پیش نداریتین این همدلی پیش نداریتین که مثلا سرزمین بلوچستان که 3-4 سال ماشا بلوچان گو تمام بدبختی هم گو تمام مشکلات چه الکساندر بیا گونی جنگ کو تا پرتغالی هم بیاید تا رضا پهلوی بیاید تا هنگام خمینی یاد که ماشا گو هر کسی مقاومت کو تا کی سرزمین بلوچستان بمانیتین آیا همدلی پیش نداریتین که بلوچستان یک سرزمین واحدی بیتین همین هم ایران تو که هم سرزمین واحدی بیتین بلوچستان تو که بلوچی زبان اول بیتین بلوچستان به خود مختاری اقتصادی بیتین چابها را بلوچ بتون همین چه استفاده ببارتین فارس برگین اگه گشتر نتون ببارتین همین دب چه سراوان همین دب چه زایدان چه امکانات بلوچستان و آزادی عملی بیتین آزادی زندگی بیتین اشاره مثلا انجام ندیم مثلا ما شو گندگی بعدی قرارداد چابار بار باندوی و پیسر ما گشت و بلوچ ورنی و نگام گندگی هم که فاصله طبقاتی تا بلوچستان گشتی فاصله طبقاتی نه این فاصله اجتماعی از لحاظ کمیونیتی از لحاظ گروه ملی گروه اتنیکی فارسانی کسانی که دیگه جاگایت کن بلوچستان آین حقوق 10 برابر 20 برابر این بخصوص آینی پاسداران اطلاعاتی هستند ارتشی هستند و یا بخشان سرکوبگرند شان حقوق چه بلوچستان که سک باز بالاترین همش فاصله طبقاتی تا بلوچستان گشتین در حالی که تهران فاصله طبقاتی ولی بلوچستانش رنگ ملی هم هست ایشانی فارس همدلی پیش داره گرنه مثلا وادی که بحث کن نگرانیشی پر تهرانش یا بلوچستان پری مهم نه پرچه تهران چه بلوچستان هست ایشی نیست که بلوچستان هم شهر بیتن ادانید که همدلی ت فارسا و بلوچا پایدی کامن تو کنیستن و په می خاطر ما شو بلوچ وته باید سازماندهی کنیم و هم مجبور کنیم بعد ما سیاست بر اساس تنها چی هم نیست بر اساس دوستی نه بلکه بر اساس قدرت هیچ چیزی حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران هم امضا کرده سوئد هم امضا کرده ولی تو سوئد پشتوانه سیاسی هستین کم و باز اجرا بیتین چون تا ایران پشتوانه سیاسی نیست اجرا نبی ما باید گرگ وتی حقوق بشر تا ایران باید ما را قدرت سیاسی بیتین تمام ما تا از مردم کوشش کنگید که شیعه تریر مثلا اتحادی که مراوت کنگره ملت‌های ایران فدرال و رابطی و دیگه ملت‌ها هستید خارج کنگره هم و بخشان دیگه احزاب سیاسی دیگه ای طریقه حل بکنید و شی پشتوانه سیاسی بدین و امیدواریم خب ایران تغییرات الان ممکنه 4 ماه تو یا 4 سال تو یا 8 سال تو بیانته ماشاءالله بلوچستان یه بری یک سری موفقیت برسیده سلامت
مهربانی و ناصر منی حال دیگه کسی دست باز نکته و دیوان هم خلاص بوده. من تشکر کنم کسانی که در اینستاگرام همراه بودند و کسانی که در زوم ما بودن یه دیوان باز شما مهربانیه و ناصر شما آخری گپ و خبر اگر سلامت به من خیلی بیابری ما تی گپ من تکرار کردم و آخر پدا سوال هستد گپ هم شید که ماشوا بلوچم باید بر اساس دستاوردانی که انسانی هستند تمادا و کمیده ماشوا زوم استفاده کنگین دستاوردان انسانانی مثلا حقوق بشر هم استفاده بکنید هماده که ماشوا زانه اگه تو لوته بسیار کامپیوتری بزیره باید ذرت بیتین باید اینترنت بیتین اگر لوتین بسیار چیز سیاسی بیتین قدرتمندی سیاسی بیتین باید حزب فراگیر سیاسی بیتین مسائل حقوق بشر میده واجه روف مطرح کنند بعد ماشا بلوچستان تو که حالات بین المللی مطرح بکنید و په حقوق بشر باید پشتوانه سیاسی جور بکنید و ما حداقل تا از مردم به همین شکل سیستماتیک کوشش کردیم برای وقتی حزب قدرتمند که چند اول از آن تگید که مثلا بلوچستان مردم اعتراض هستند بین المللی ما لازم مشکلات هستیم مطرحش کنید در حالی که ما مثلا خوب بتر کار ما هم کاران محمد هم کاران رحیم هم کاران من فکر کنم رحیم هنیگم بعد 4-5 سال پیش بانشست بودین ولی واقعا با تشکر بکنه پدا هم کار حزبی هم کنید و پدا هم کار کنید چون ما درست کنه یاتگین جامعه دیگه یاتگین امکانات مادی که مثلا یک سوئدی یا یک انگلیسی یا یک دانمارکی هستی ما را نیستی ما مجبوریم تی کارا هم به صورت گشتر چوتی بازنشستگی هم انجام بدیم ما با تشکونه گمانی هم کلاسام بازنشستن ایران ما با 10 سال دیگه هم در سوئد کار بکنه حداقل یعنی اگر قانون هم قرار واجبی ممکنه 15 سال کار بکنه به خاطر شی که مثلا سوئد خب مردم گشتر عمر کنه البته ما بلوچ نظر ما چی عمر کنه ولی مثلا شک ما با تمامی مشکلاتان مسائل بلوچستان مطرح کردن در حد توانایی و با همه بی امکاناتی چوتی به اصطلاح انرژی و چوتی به اصطلاح امکانات و امیدواریم که میده با که جوانانی که هستند 2-3 نفر یاد گپ شد این هم وقت بسازن تمادا کومگشت یک سری توانمندی لوتیت حقوق بشر مطرح کنه یک سری توانمندی لوتیت بتونه دنیا تو کار بکنه و گجری هم بسالی هست فارسیا وجانتی کار نیکو کردن است پر کردن است مردم تمرین بکنن مردم کار بکشن مردم یاد گیریتین و ما کومگشت کار زمینه کار بین المللی سک بازین داخل آمدن بلوچستان وقت سازماندهی کنند موقعیت ما کیتین بل خوب بود مشکلات به دیگه شکلیان ولی تا خارج کشور عدل مشروط کم میت نسبت به دیگه ملتانی که خارج کشورن چه عرب بان چه ترکمن بان چه کرد بان چه ترک بان بل خب باشه بلوچستان به همین اندازه و تی نظریات مطرح کنن چون به هر حال مشوره دوستی گویی ملکا هستین ولی اگه خب مردم گشتر بیتن بعد ما گوشت اشاران پاپولیستی و اکتیویستی زیاد مثلا مشکلات حل نکنند حزب سیاسی چه عمل کرده و تیگه حزب سیاسی باید عمل بکنه حزب سیاسی یک مثلا گروه اکتیویستی نه که بیاد فقط شعار بداتون و مثلا یک سری مثلا خبران تند و تیز بکنید بلکه یک سری عمل کرد و یک سری رابطه یک سری مثلا وقتی جامعه رابطه بیته چون حزب سیاسی مسائل سیاسی بر اساس مشروعیت باند مشروعیت را بین المللی باید مشروعیت را منطقه‌ای بیتین مشروعیت با طرف کشوری بیتین و یک چیزی هنوز از مردم مثلا هستین چون مثلا ایرانی سلطنت طلب هم بیتین و تیز مردم کار کنند چه شورای گذار اگر مثلا استقلال طلب عربی هم و تیز مردم کار کنند و مثلا سازمانان بین المللی هم از مردم تون کار بکنند و شیوتی بس به یک شکل مشروعیت که اولین باره اولین راندین حتی بلوچستان غربی ها ماشو صاحب یک حزبی بودن که کاران تو انجام بداتین و امیدواریم ماشو بتونین و همکاری یکدیگر بخش حقوق بشر را قدرتمند بکنین و همه دوا بتونین و حقوق بشر را به پشتوانه سیاسی بدین و بلوچستان مردم حقا بگیرین و امیدواریم که بلوچ حق حقوق بر اساس ما چیزی که ما گفتم بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد که زمینانی شهرین پر رفاه اجتماعی صلح و ثبات ادکنتین بلوچستان تو کماشو پای آرزو و تیگه برسین ما درو امیدواریم که زندگی تو کا یک آزادی بلوچستانی حداقل یک روز دروش مردم زندگی کنن باشین روز کابر تو کا پادی تاسکواته سلامت و امیدوارم که درستن شب باش بی آنی که روز این جاگای زندگی کنگن روزش باشه بیدن مهربانی و جناسه سلامت باته باز منتوار که یک دیوان بردارد و هنشوشت دیوان نندوک مردم شما شب روز و عشبات سلامت باته